بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. هزاران درود و سلام خدمت همه شما خوبان عزیزان مهربانان. الله رو بی نهایت سپاس از اینکه فرصت دیگری در اختیار ما و همکاران ما قرار داد تا خدمتگزار شما خوبان و عزیزان باشیم در یکی دیگر از برنامه‌های سفره دل، در کنار یکی دیگر از سفره‌های دل به همراه شما عزیزان خواهیم بود با موضوعی جدید و موضوعی دیگر و در محضر جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز هم خواهیم بود و از بیانات ارزشمند ایشون هم در این برنامه مستفید خواهیم شد. در ابتدا عرض سلام دارم و ادب و احترام از طرف خودم و به نمایندگی از همه شما عزیزان خدمت جناب دکتر. جناب دکتر عرض سلام دارم و خوش آمدید به سفره دل. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سلیمانی عزیز و خدمت تک تک مجاهدان راه حق، نیروهای سرشار و جوون وصال حق، و همچنین عرض ادب و وقت بخیر دارم و سلام خدمت همه بینندگان عزیز هر جای دنیا که هستید. همیشه زندگی شاد و پر انرژی و مؤمن و با تقوا باشید. در خدمت شما هستم جناب استاد سلیمانی. خدمت از ما جناب دکتر. بینندگان عزیز و ارجمند، حتما خیلی از شما خوبان و مهربانان در فضای داخل خانه با نونهالان عزیز، با آینده سازان جامعه ما دست و پنجه نرم میکنید. حالا زیاد خشنش نکنیم، تعبیر رو سرگرمید و این عزیزان به هر حال کودکان و نونهالانی که به مانند شاخه‌های گلی در داخل خانه عطر تازه‌ای به فضا و محفل ما میدن، احیانا سبب میشن که بزرگترها احساس خستگی بکنن بعضی وقتا، حالا یا به خاطر مشغله های کاری که بزرگترها دارن یا اینکه به هر حال حال و حوصله‌ای ندارن، خسته هستن، به هر دلیلی به دنبال یک راهی میگردن که این عزیزان رو سرگرمشون کنن، یک بهونه‌ای پیدا بکنن. حالا مادر در داخل آشپزخانه یا حتی خواهر بزرگتر و یا پدر وقتی که از سر کار برمیگرده و یا مشغول مطالعه است در فضای خانه یا مشغول صحبت هست، به هر حال یک کاری داره انجام میده و احساس میکنه این کوچولو موچولوهای ریزی پیزی خوشگل مشکل وقتی که دور برش گذر میکنن از سر کول بابا بالا میرن و پیش مادر میرن و میخوان با مادر بشینن و شوخی بکنن و خواهر بزرگتر رو اذیت میکنن، برادر بزرگتر رو نمیگذارن که به کار و درس و مشق و گوشی موبایل و رفیقا و دوستا و فیسبوکش برسه. به هر حال این عزیزان الان در فضای داخل خانه برای اینکه دور بری ها از دست این عزیزان یک چند لحظه ای حداقل، ولو اینکه به اندازه پختن اون دیگ باشه، ولو اینکه به اندازه جواب دادن این تلفنه باشه، ولو اینکه به اندازه مطالعه یک بخش کتابی باشه، هر کار دیگری، ولو اینکه به اندازه یک فرصت کوتاه هم که باشه، یک جوری بعد این عزیز کوچولو موچولو رو سرگرمش کرد. غالبا هم برای سرگرم کردن این عزیزان بهترین وسیله و ساده ترین وسیله‌ای که فکر می‌کنند وجود داره تلویزیونه. صفحه تلویزیون رو روشن کن، یک کانالی رو بگیر، یک برنامه‌ای رو بگیر، ماشاءالله کانال‌های تلویزیونی هم که کم نیستن، و یه موش و گربه‌ای رو روشن کن و بذار بچه نگاه کنه که عاقبت این موشه کجا میرسه و این گربه با این موش چه کار میکنه، یا نگاه کن که آخر این روبا به دنبال این مرغه هی مرغه در میره و این روبا هم به دنبالش هر کاری میکنه دستش به این مرغه نمیرسه. یه کاری بکنن که سرگرم بشه. خلاصه بچه هم علاقه داره به این چیزا، میشینه پای تلویزیون و شروع میکنه به نگاه کردن این برنامه‌هایی که مربوط به کودکان هست، یا حتی بازی هایی که برای بچه ها درست شده و
سرگرم میکنه اونها رو، چه در صفحه تلویزیون یا صفحات کامپیوتر یا صفحات آیپد و تبلت و گوشی های حتی موبایل. اینها وسیله هایی هستند که سرگرم میکنن کودک رو. امروز میخوایم به همراه شما و جناب دکتر در این باب صحبت بکنیم که تأثیر تلویزیون در به صورت عامتر، به هر حال به صورت بیشتر فراگیرتر و هر آن چیزی که شبیه تلویزیونه دیگه. وقتی تلویزیون چون بیشتر عام است، در خانه های اکثرا وجود داره و حالا شاید کامپیوتر و به هر حال صفحات آیپد و امثال اینها کمتر باشه در فضاهای خانه های ما. به صورت عموم تأثیر تلویزیون بر کودکان ما چقدر خواهد بود، چگونه خواهد بود و چقدر ما به این موضوع تا حالا اهمیت دادیم و نسبت به این موضوع برامون به هر حال سوال ایجاد شده و مهم بوده برامون که فرزند ما در جلوی صفحه تلویزیون چه میبینه. اون چند لحظه‌ای که ما فکر میکنیم این مینشینه و اونجا و سرگرم میشه و سر ما خلوت میشه تا به کار خودمون به راحتی بتونیم برسیم، چی کار میکنه این فرزند، این بچه چی یاد میگیره از این برنامه ها، چه تأثیری بر اون میگذاره و چه سرنوشتی رو در آینده میتونیم متصور بشیم برای کسانی که عادت کردن و بیشتر ساعات روز رو در جلوی این صفحات تلویزیون میگذارن. بحث صحبت ما بیشتر کودکان عزیز هست و تأثیرش بر کودکان. گرچه تأثیر تلویزیون بر هیچ فردی غیر به هر حال نمیتونیم انکارش بکنیم، تأثیر تلویزیون رو بر تمام افراد جامعه، باز بیشتر موضوع صحبت ما کودکان هست. امروز با جناب دکتر این بحث رو آغاز خواهیم کرد به همراه شما بینندگان عزیز و تأثیر تلویزیون رو بر کودکان ان شاءالله ابعادی رو تا جایی که وقت اجازه بده ان شاءالله با شما بررسی خواهیم کرد. جناب دکتر اجازه بدید من صحبت رو از اینجا آغاز بکنم که اصلاً آیا تلویزیون برای کودک خوب هست یا نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و السلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. واقعا نقطه‌ای که شما بهش اشاره کردید جناب استاد سلیمانی واقعا نقطه حائز اهمیتی هست. وقتی که قرآن کریم بچه ها رو زینت زندگی معرفی میکنه، المال و البنون زینت الحیات الدنیا، اونایی که بچه دارن واقعا نعمت بزرگی دارن و در مقابل این نعمت مسئولیت هایی و در مقابل این نعمت وظایفی رو باید اجرا کنند و داشته باشند. متاسفانه امروزه بچه های ما وقتی رو که در کنار تلویزیون سپری میکنن، اگر این رو به اصطلاح قیاس کنیم با وقتی که در طول سال در مدرسه سپری میکنند یا همراه مادر و پدر هستند، میبینیم که تلویزیون بهره بیشتری رو به خودش اختصاص داده. یعنی تلویزیون شده یک مادری به اصطلاح جای مادر، یک مادر خشکی که فاقد عاطفه و فاقد انسانیت هست، یک دستگاه مادرگونه و این خیلی خطرناک است بدور از محتوای برنامه تلویزیونی. حالا من میخوام که بینندگان عزیز بعضی از باورها و بینش‌های اشتباهی که به ما داده شده یا ما تصور میکنیم اینا رو بیاییم از دیدگاه علمی و پژوهش‌های به اصطلاح امروزی این رو بیاییم با هم حلاجی کنیم. آیا واقعا اون تصوری که ما داریم که بچه‌مون نشست جلوی تلویزیون، همین که ساکت شد پس بچه خوبی هست، همینی که سر صدا نمیکنه، همینی که مزاحم ما نمیشه، همین که موی دماغ ما نیست پس بچه خوبی هست، و وقتی هم که به اصطلاح تلفن میکنه مادر رفته بیرون، تلفن میکنه خونه، از شوهرش میپرسه که بچه‌ها کجان، جلوی تلویزیون به اصطلاح زل زدن به شیشه تلویزیون نگاه میکنند. خب پس خوب، الحمدلله، بیرون نرفتن، به اصطلاح وروجک بازی نمیکنند، کسی به سر کله هم دیگه نمیزنند. اما ما واقعا این بینش رو باید عوضش کنیم. چرا؟ چون که ما پژوهش‌های علمی میگه که یک بچه نباید ساکن بنشینه. نشستن بچه اون بچه رو داغون میکنه. یه بچه به اصطلاح از نظر علمی باید به اصطلاح سکون بچه و نشستن بچه به اندازه عمرش به علاوه 3 دقیقه بیشتر نباید باشه. یعنی بچه 5 سال داره،
5 به علاوه 3 8 دقیقه. 8 دقیقه نباید در یک جایی بیشتر بشینه. بعد از 8 دقیقه باید یه حرکتی بکنه، یه وروجک بازی در بیاره. بچه‌ای که مثلا 17 ساله، 17 به علاوه 3 20 دقیقه. این 20 دقیقه حد اکثر مدتی است که مثلا یک بچه در یک جایی، بچه 17 ساله نوجوان در یک جایی به اصطلاح سکون می نشینه، باید حرکت داشته باشه. اینی که بچه ما بیاد به اصطلاح نیم ساعت 2 ساعت زل بزنه به تلویزیون، حالا بدور از اون محتوای تلویزیونی که چی هست، همین نشستن به اصطلاح جلوی تلویزیون بچه رو داغون میکنه. ما متاسفانه هنوز درک نکردیم در خیلی موارد که در به اصطلاح رشد بچه، همونطور که در برنامه پیش هم بهش اشاره کردیم، تنها به اصطلاح جانب اخلاقی مد نظر ماست و اینه که به اصطلاح پیش ما پررنگ هست، اما نه، بیشتر از این باید مد نظرمون باشه. وقتی که به اصطلاح اسلام میاد جوانی رو به اصطلاح بهش بها میده که در هر انسانی باید اینها رشد کنه و محافظت از اینها از درجه بسیار بالایی، از رتبه بسیار بالایی برخوردار است. یکی محافظت از دین که اخلاق داخل این قرار میگیره، محافظت از زندگی، خود زندگی، نفس انسان، از عقلش، روحش، عزت و کرامت و به اصطلاح ناموسش، از جسمش. همه اینها باید در کنار هم رشد کنن، همه اینها باید بهشون بها داده بشه. وقتی که بچه ما جلوی تلویزیون میشینه، درسته ساکت میشه، ما آرام میگیریم، فکر میکنیم که به اصطلاح بچه خوب شد، اما نمیدونیم که این چه ضررهایی روی جسم بچه داره. جسم بچه چه به اصطلاح افتی دچار چه افتی میشه. عقل بچه چقدر ضربه میبینه. بچه نیاز هست، ببینید یه بچه‌ای با به اصطلاح فعالیت‌های فیزیکیش، با جسمش در واقع با دنیا در ارتباط هست و در تماس میشه. این جسم الان ساکن نشسته و داره به اصطلاح تلویزیون در واقع با همون برنامه‌های تشویقیش، حتی برنامه تشویقی در به اصطلاح بچه یه نوع سرکوفت میزنه. به خصوص یعنی همه به اصطلاح روانشناسان و جامعه شناسان بر این اتفاق نظر دارند که زیر 2 سال بچه به هیچ عنوان نباید هرگز تلویزیون تماشا کنه. زیر 2 سال که اصلا کلا قطعاً ممنوع است، که هم بچه به اصطلاح مغزش ضرر میبینه و خیلی از سلولهای مغزیش کلا از کار میفته. یعنی بچه‌ای که به اصطلاح متولد میشه با 100 میلیارد سلول مغزی وارد زندگی میشه. این بچه به اصطلاح در سنین اول عمرش، به خصوص به اصطلاح همون 20 ماه اول زندگیش، این ضربه های بسیار بسیار مهلکی میخوره که خیلی از سلولهای مغزیش کلا تلف میشه. این به اصطلاح یکی از ضررهای بسیار حادی هست که تماشای برنامه‌های تلویزیونی بدور از محتواش، حالا محتواش چی باشه این مسئله دیگه است، حتی اگر محتواش مفید باشه، به اصطلاح در کمتر از 2 سال نباید به هیچ عنوان بچه تلویزیون تماشا کنه یا موبایل دستش بگیره و به اصطلاح تلویزیون یا فیلم‌های کارتونی یا گیم‌های به اصطلاح اینترنتی و اینا رو باش بازی کنه. بعد از 2 سال که شما اشاره فرمودید، بحث عدم تماشای تلویزیون یا برها صفحاتی که شبیه صفحات تلویزیون هستند در کمتر از سن 2 سال خیلی شایع هست. در بسیاری از خانواده‌های ما الان ما کودکان، نوزادانی که به دنیا میان در پیش صفحات تلویزیون میشینن، پدر نشسته، مادر نشسته داره میبینه و بچه‌ها میان تو بغلشون میکنن میبینن، یا حداقل بیشتر باز چیزی که مشاهده میشه بحث بازی‌های کامپیوتری که هست، اینها خیلی شایع هست. یعنی شما مناسب نمیبینید که اصلا بچه در این سن، یعنی بین اول تا 2 سال، حتی دوران شیرخوارگی خلاصه بکنیم، در دوران شیرخوارگی اصلا نزدیک بشه به صفحه تلویزیون و نگاه بکنه یا حتی بازی بکنه با یک گوشی موبایلی؟ همه پزشکان، همه به اصطلاح روانشناسان، جامعه شناسان بر این اتفاق نظر دارن. من کسی رو سراغ ندارم که به بچه کمتر از 20 ماه و زیر 2 سال اجازه بده که به اصطلاح بشینه زل بزنه به تلویزیون، که این هم مخش رو داغون میکنه و هم در واقع اون
یک سلول هایی که به اصطلاح مغز انسان داره، انسان 3 تریلیون کانکشن مغزی داره. این کانکشن های مغزی در واقع همون سلول ها رابطه پیدا میکنه با 15,000 سلول دیگه که همیشه در تماس هستند. اینها در این به اصطلاح وقت ابتدای زندگی، اینها وقتی که تلف میشن یا اینا به اصطلاح راهشون رو شیوه رابطه برقرار کردن رو گم میکنن، این روی هوش، ذکاوت، روی آینده بچه تاثیر منفی میذاره. اینه که در این ابتدای عمر باید به هر صورتی شده این امواجی که به اصطلاح تو خود موبایل هست، موبایل هایی که به اصطلاح ما استفاده میکنیم، خب اینا با یک امواج به اصطلاح این امواج همونطور که روی موبایل تاثیر میذاره، روی مخ بچه در این عمر بیشتر تاثیر میذاره. تاثیرات منفیش همیشه هست، حتی در روی بزرگا، روی نوجوانا، روی جوونا تاثیرات منفیشو داره، اما بر کودکان و نونهالان تاثیراتش بسیار بسیار حادتر هست. اینه که در این مراحل زندگی ابتدایی 3 سال تا 6 سال بعد از اون ما سعی کنیم بچه رو یه فضایی بشه براش به وجود بیاریم که یک فضایی به اصطلاح لجاجت نشه که تا دست به تلویزیون زد یا دست به موبایل زد ما ازش بگیریم دعواش کنیم. نه، ما یه جوری مشغولش کنیم، بذاریم که بچه مثلا با هم بازیش بچه بازی کنه، با وسایل بازیش بازی کنه، تنهایی باشه، حتی تنها باشه و با وسایل خودش، با هر چیزی که به اصطلاح تو زندگی ما میسر هست برای بچه، اون خانواده‌ای که همون حدی که به اصطلاح در خانواده میسر هست، بچه با اونا بازی کنه. همینی که بچه با خودش بشینه، با اسباب بازیاش بازی کنه، این خودش در به اصطلاح قدرت خلاقیت بچه رو رشد میده، قدرت تصور و تخیلات بچه رو رشد میده و این باعث میشه که بچه خودش به اصطلاح خودش به خودش خدمت کنه و خودش رو رشد بده. در حالی که اگر همین مقوله‌ای هست تو همین موضوعی که شما اشاره فرمودید که خلاقیت، رشد خلاقیت و ذکاوت و هوش، بعضی نظرشون اینه که مشاهده تلویزیون و این بازی‌ها علل خصوص هر چقدر کسی که کودکی که بیشتر بازی‌های کامپیوتری رو استفاده بکنه هوش و ذکاوتش بیشتر میشه. در این باره چی میگید شما؟ متاسفانه این برداشت نادرستی هست که از نظر علمی این درست نیست. چرا؟ چون که بچه به اصطلاح در این مرحله ابتدایی زندگی اون سرعت رو نداره. ما می‌خوایم به اصطلاح بچه رو به اصطلاح رو پای خودش بایسته. ما می‌خوایم که بچه به اصطلاح خودش باشه. متاسفانه وقتی که میاد جلوی این وسایل به اصطلاح تلویزیون یا غیره، اینها یه چیز رو تکرار که نمی کنن. بچه در این مرحله زندگی نیاز به تکرار داره، یه حرف رو 10 بار تکرار میکنه تا بفهمه که چی به چی هست. اما وقتی که جلوی تلویزیون میشینه، اون سرعتی که به اصطلاح اکشنی که تو تلویزیون هست، اون سرعت حرکتی که در تلویزیون هست، سرعت حرف زدنی که هست، سرعت به اصطلاح اون حوادثی که رو میده، اینها رو نمیتونه هضم کنه، نمیتونه بین اینا تفکیک کنه. در نتیجه به یک نوع احساس یأس و ناامیدی بیشتر دچار میشه وقتی میبینه که به اصطلاح حتی بچهای بزرگتر در عمرهای بعدیش هم وقتی که میشینن جلوی تلویزیون و جلوی بازی‌های گیم‌های به اصطلاح کامپیوتری، اون سرعت عملی که میبینن، اون سرعت عمل در اونها، خب میدونن که خودشون نمیتونن اون سرعت عمل رو داشته باشن، نمیتونن اون سرعت به اصطلاح فعالیت رو داشته باشن، خود به خود دچار یه نوع یأس و ناتوانی میشن. خود به خود اینجوری احساس میکنن که به اصطلاح خودشون دست و پا چلفتن، کاری از دستشون ساخته نیست. میبینیم که این بچه‌هایی که بیشتر با تلویزیون و اینها خو گرفتند، یه نوع اعتیادی براشون به وجود اومده، میبینیم که اینها 2 ویژگی دارن. یا اینها تو خودشون غرقن، میبینیم که این بچه انطوایی هست، تو خودش هست، همیشه نمیتونه با جامعه رابطه برقرار کنه. یا خشونت مزاج هست که میاد به اصطلاح اون چیزی که به اصطلاح بارهای منفی که از تلویزیون یا از فیلم ها یا از اون چیزی که به اصطلاح خاصتا از گیم ها، بیشتر گیم ها حالت تنش آزاد داره، بچه ها رو تشویق میکنه به زد و خورد و نمیدونم حداقلش سرعت عمل بسیار زیاد، که این باعث میشه که به اصطلاح این طرف بچه میبینیم که حالت به اصطلاح
خشونتی داره و هر جای دستش برسه به صورت کار خرابی میکنه، به این بزن به اون بزن. تو راه که میره مثلا ماشینی میبینه، دیدی که بچه لگد میزنه به ماشین مردم، به تایر ماشین مردم، یا خط میندازه رو ماشین مردم فلان. این یک نوع به اصطلاح باری هست که این گرفته، بار منفی هست، نمیتونه این رو درست به اصطلاح ازش استفاده کنه، میخواد که این به اصطلاح بیرون بشه و بیرون شدنش هم به این شیوه های منفی هست که این همش از به اصطلاح تأثیرات منفی هست که ما متاسفانه بهش توجه نمی کنیم. اگر اجازه بده جناب دکتر، به همراه شما بینندگان عزیز یک گزارش هم در این باب حالا به صورت میان برنامه‌ای ببینیم. در این باب آماده کردن عزیزان، زحمتش هم بیشتر خود جناب دکتر کشیدن و ان شاءالله برمیگردیم در همین موضوع بحث تاثیر رسانه و تلویزیون بر کودکان و ان شاءالله باز در موضوع بیشتر صحبت خواهیم کرد به همراه شما بینندگان عزیز بعد از این میان برنامه. کودکان از جمله با ارزشترین نعمتهای الهی هستند که پروردگار متعال آنها را زینت زندگی قرار داده است. در بینش اسلامی کودک بر فطرت که همان تصور درست ایمانی است آفریده می شود و این والدین و جامعه هستند که در برابر تربیت او مسئولند. کودکان آینده سازان جامعه و عصای پیری والدین و استمرار نیکی و اجر و پاداش آنها پس از مرگشان می باشند. از این رو هر گونه کوتاهی در تربیت و آموزش آنها روند چرخش درست آینده جامعه و خانواده ها و افراد را تحت شعاع خود قرار می دهد. امروزه با پیشرفت تکنولوژی تفریحات کودکان نسبت به تفریحات کودکان چند دهه قبل تغییرات بسیار زیادی داشته. اکثر کودکان به جای بازی با دوستانشان مشغول بازی‌های کامپیوتری و دیدن برنامه کودک و انیمیشن ها هستند. پدر و مادرها نیز به خاطر مشغله کاری ترجیح می‌دهند که کودکشان مشغول دیدن کارتون باشد تا اینکه مزاحم کار آنها شود. اما این برنامه‌ها بر روی افکار کودک چه تأثیری می‌گذارد؟ عده‌ای از والدین تصور می‌کنند اگر کودکشان مشغول تماشای تلویزیون شود بسیار باهوش شده، همین آرامش نسبی به او کمک می‌کند تا وضعیت روانی مطلوبی برای زندگی آینده اش پیدا کند. اما متخصصان روانشناسی و جامعه شناسی نظرات دیگری در این باره دارند. کارتون به عنوان یک هنر توانسته چه از نظر شکل ظاهری و چه ارتباطی با کودک ارتباط برقرار کند. البته این ارتباط یک سویه است و این مسئله سبب شده تلویزیون کودک را به عنوان گیرنده منفعل پیام درآورد، خصوصاً کارتون‌های تلویزیونی که بیشترین تأثیر را در کودک دارند و او بیشترین آموزه ها را از کارتون‌های تلویزیونی فرا می‌گیرد. آنچه مهم است این است که سازندگان فیلم ها و کارتون های تلویزیونی چه اهدافی را دنبال می کنند و کودک چه موضوعاتی را از این کارتون ها آموزش می بیند. زیرا کودکان در سن شکلگیری شخصیت قرار دارند و ذهنشان بیشتر از بزرگسالان در حال شکلگیری با موضوعات پیرامون است. بنابراین این خانواده ها و رسانه ها و تلویزیون هستند که باید اهداف تربیتی کودکان را در نظر بگیرند. به خصوص وقتی که کودک مشغول تماشای تلویزیون شده، اهداف اصلی و حاشیه‌ای آن را بیش از پیش برداشت می کند. رابطه برقرار کردن، کمک کردن، مشارکت گروهی در انجام کارها، تقسیم وظایف و ایفای نقش از جمله موارد آموزشی است که کودکان یاد می‌گیرند. لذا اگر برنامه‌های تلویزیونی ویژه کودکان جذابیت داشته باشد
ولی کودک از هیجانات محتوای آنها چیزی به دست نیاورد و حتی تأثیر منفی از آنها بگیرد، مسلماً کودک رشد ذهنی مناسبی را از تماشای این کارتون‌ها دریافت نمی‌کند. از دیدگاه متخصصان، ذهن کودک مانند لوح سفیدی است که روی آن خط و شکلی کشیده نشده است. بنابراین کودک به راحتی به وسیله رنگ، شکل، حرکات، رفتار و فلسفه این کارتون‌ها تأثیر می‌پذیرد. کارتون‌هایی که کودک ساعتها وقت خود را برای تماشای آن صرف کرده، نگرش او به زندگی و شیوه و برنامه آینده او را ترسیم می‌کنند. او با همسان سازی، الگوبرداری و همانند سازی رفتار الگوها را در حرکاتش اجرا و تقلید می کند. از این رو کشورهای سازنده این کارتونها سعی می کنند مغز کودکان جهان اسلام را که دارای فرهنگ، ارزشها و هنجارهای متفاوت هستند شستشو دهند. با این کار اذهان کودکان تحت تأثیر قرار می گیرد و با نوعی رفتار اعتیاد آور کودکان را به تماشای انواع کارتونها و بازی‌های رایانه‌ای دعوت کرده کم کم آنها را غرب زده می‌کنند و در نتیجه رنگ و بوی کشورهای غربی را در باور کودکان مسلمان می‌گنجانند. در بسیاری از کارتونها پیام‌هایی مثل دشمنی، سرکشی و نافرمانی و برخی حرکات جنسی و فرهنگ‌های مبتذل اخلاقی، تقدس اشخاص، قبر پرستی، سحر و جادوگری، بت پرستی، تکیه بر قدرت‌های خارق العاده، شرک به خداوند یکتا، اهانت به ارزش‌های ایمانی، به مسخره و سخریه گرفتن قرآن و پیامبران و آموزه‌های دینی و انکار زندگی پس از مرگ آموزش داده می‌شود. مسلماً این موارد در رفتار کودک اثر نامطلوب می‌گذارد، زیرا ذهن کودک مانند دوربین عکاسی است که هر چرا می‌آموزد عین آن را ثبت می‌کند و با مرور زمان افکار کودک از اصالت فرهنگی و ارزش‌های دینی و اخلاقی دور می‌شود. کودکان در کنار تماشای تلویزیون به تحرک فیزیکی نیاز دارند. از این رو تماشای طولانی مدت رایانه و تلویزیون بر شکل بندی استخوان‌هایشان اثر می‌گذارد. همچنین تماشای برنامه‌های کودک بر چشم و روان کودک نیز اثر گذاشته منجر به برانگیختگی و هیجان زدگی کودک می‌شود و برای او مشکلاتی را ایجاد می‌کند. در بیشتر کارتون‌ها خشونت فراوانی به چشم می‌خورد. درست است که در تمام کارتون‌ها سرانجام شخصیت‌های مثبت برنده می‌شوند، ولی آنها غالباً با اعمال خشونت به هدف خود می‌رسند. در حال حاضر بسیاری از والدین احساس نگرانی می‌کنند و اعتقاد دارند این کارتون‌ها کودکان را موجوداتی خشن، فریبکار و متمرد بار می‌آورند. انیمیشن‌ها در قالب کارتون و بازی‌های رایانه‌ای تأثیر زیادی در روند رشد شخصیتی کودکان و نوجوانان دارد. اگر از بعد مثبت بخواهیم به تأثیر انیمیشن بپردازیم، میتوان به قطعیت گفت برخی از انیمیشن‌ها که در قالب بازی به کودکان ارائه می شود تأثیر خوبی روی روند یادگیری آنها میگذارد. البته تأثیرات مثبت و منفی انیمیشن‌ها روی کودکان بیشتر از نوجوانان است، چون در این دوره از زندگی کودک در حال آموزش اصول و شیوه زندگی کردن است و قسمت عمده شخصیت او در حال شکل گیری. به همین دلیل همانند سازی و الگوبرداری در این سنین باعث می شود که انیمیشن‌ها تأثیر بیشتری روی کودکان داشته باشد. کودکان در سنین پایین‌تر قادر به تمییز دادن بین دنیای واقعی و غیر واقعی نیستند و همانطور که شخصیتشان بر اساس همانند سازی و الگوبرداری از شخصیت‌های موجود در انیمیشن‌ها نیز می‌تواند روی آنها تأثیر بگذارد. بنابراین انیمیشن‌ها می‌توانند باعث فرهنگ سازی شوند و روی نگرش‌ها و ارزش‌های افرادی که نسل آینده را می‌سازند تأثیر بگذارند و در شکل‌گیری شخصیت کودکان نقش عمده‌ای را ایفا کنند.
هرچقدر سن کودک کمتر و میزان تماشای انیمیشن‌های او بیشتر باشد، تأثیرات انیمیشن‌ها شدیدتر خواهد بود. والدین باید توجه کنند که نقش تربیتی بر عهده آنهاست، نه رسانه‌ها. یعنی این والدین هستند که باید بر چگونگی استفاده از رسانه‌ها روی فرزندانشان نظارت کنند، چون سازندگان انیمیشن‌ها غالباً روی جنبه‌های تجاری محصولات خود توجه می‌کنند و کمتر به جنبه‌های تربیتی انیمیشن‌ها تمرکز می‌کنند. مسئله اینجاست که بیشتر انیمیشن‌ها جزو تولیدات اسلامی نیست و سازندگان آن روی ترویج فرهنگ و آداب و رسوم و اهداف خود و کشورهایشان تأکید می‌کنند و این موضوع طبیعی است. باید فواید و مضرات سرگرمی‌ها را در نظر بگیرید. برخی از والدین برای حفظ سعادت خانواده تصمیم گرفته‌اند از تلویزیون استفاده نکنند و گروهی نیز به کودکان خود یاد می‌دهند به سبک و سنگین کردن محتویات برنامه‌ها بپردازند. هرچقدر یک کودک یا حتی یک بزرگسال برنامه‌های تلویزیونی را بهتر تجزیه و تحلیل کند، بهتر می‌تواند از عواقب منفی رسانه‌ها دور باشد. بدون تردید والدین می‌توانند بیشترین کمک را در این زمینه به فرزندان خود بکنند. توصیه روانشناسان کودک این است که کودک نباید بیشتر از 1 تا 2 ساعت در روز و حتی 3 تا 4 ساعت در هفته پای تماشای تلویزیون بنشیند. علاوه بر مدت زمان تماشای تلویزیون، والدین باید بر محتوای انیمیشن ها نیز نظارت دقیقی داشته باشند. متاسفانه انیمیشن هایی مانند مرد عنکبوتی و بتمن از جمله انیمیشن هایی است که خشونت در آنها دیده می شود. در واقع این موضوع ثابت شده است که هر چقدر میزان مواجهه با خشونت در رسانه ها بیشتر باشد، روی نگرش و رفتار کودکان تأثیر زیادی دارد و باعث خشونت و رفتار خشونت آمیز در آنها می شود. علاوه بر این، مفاهیمی مانند آگاهی جنسی یا مصرف مواد مخدر و خشونت از طریق انیمیشن ها به کودکان منتقل می شود. بنابراین خانواده ها باید مراقب این موارد باشند. اگر کودک در یک انیمیشن یا فیلم سینمایی قهرمان فیلم را در حال مصرف سیگار ببیند، الگوی نادرستی برای او خواهد شد. پوشش نامناسب شخصیت‌های انیمیشن نیز می‌تواند باعث الگوبرداری غلط و مغایر با فرهنگ اسلامی در کودکان شود. در برخی انیمیشن‌های غربی ممکن است برخی صحنه‌های مغایر با فرهنگ و ارزش‌های اسلامی حذف شود، اما برخی مفاهیم به صورت غیر مستقیم وارد ذهن کودک می‌شود. یکی از کارهایی که والدین به عنوان نظارت کننده باید انجام دهند این است که بعد از نمایش انیمیشن در مورد موضوع آن با کودک بحث و گفتگو کنند و از او بپرسند چه معنا و مفهومی از تماشای انیمیشن درک کرده است. والدین باید توضیحاتی را در خصوص انیمیشن به فرزندشان بدهند و به او در درک آنچه که دیده کمک کنند تا از این طریق کودک بتواند بین دنیای خیالی و واقعیت تفاوت قائل شود و آن دو را از یکدیگر تشخیص دهد. اگر کودک چنین صحنه‌هایی را دید، والدین باید او را توجیه کنند. نیاز است والدین عزیزمان بدانند که برای دیدن انیمیشن باید با کودکشان همراه باشند و او را راهنمایی و هدایت بکنند. کودکان به شدت با شخصیت‌های داستان‌ها و کارتون‌ها همزاد پنداری می‌کنند و از آنها و نوع شخصیتشان الگو می‌گیرند. هر یک از ما نمی‌خواهیم کودکانمان در آینده خود دچار اختلال و پریشانی ناشی از اشتباهات و کم توجهی ما باشند. همکنون غرب در تلاش است که ناخودآگاه کودکان ما را از روحیات پرخاشگری و ضد دین، ضد اجتماع و خانواده گریز و حتی با تفکرات لاییک و صهیونیستی و صفوی پر نماید. حال آنکه هیچ یک از ما از هر قشر و فرهنگی که باشیم دوست نداریم کودکانمان بازیچه جنگ‌های روانی و سیاسی موجود در جوامع غربی باشند. پس بیایید شکلگیری روح و روان کودکمان را بازیچه نگیریم. متاسفانه حتی صدا و سیمای ایران جز توجه به سانسورهای شکلی منتجات دیگران به مفاهیم محتوایی خیلی بها نداده. خود نیز در تحریف باورهای کودک و سوق آنها به امامزاده پرستی
و مفاهیم شرک آلود تکیه بر شخصیات و دوری از قرآن و زندگی درست پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقش ایفا می کند. والدین باید حتی برای دیدن برنامه‌های تلویزیونی ایران هم به دیدنی‌های کودکانشان توجه کنند تا این باورهای پوچ و بی اساس در مفکوره آنها جای نگیرد. بعد سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان. این حالا بگیم فیلم کوتاه رو به همراه شما عزیزان دیدیم و صحبتی که در همین باب جناب دکتر و همکاران عزیز زحمتش کشیده بودن، حقیقت اینه که ما باید اعتراف بکنیم که نسبت به این قشر از خانواده خودمون، کودکان و آن چیزی که در رسانه میبینن شاید زیاد اونقدر تا به حال اهمیت ندادیم. یعنی اینکه خب فکر میکنیم که کارتون چون اسمش کارتون هست به هر حال خطر ایجاد نمیکنه برای فرزند ما و برای کودک. برنامه کودک بازی دیگه، یک بازی کامپیوتری هست و یک کارتونی هست و یک فیلم کارتونی میبینه و سرگرم میشه و خودمون هم بچگی ها میدیدیم و خیلی از کارتون حالا موقعی که ما میدیدیم یکمی باز کارتون ها حداقل یک داستان مفیدی داشت و انقدر خشونتی که الان تو این کارتون‌های فعلی هست موقع نبود و همسن ساله ما شاید خیلی یادشون باشه کارتون‌های مختلفی که هر کسی در هر منطقه با یک کارتون‌هایی حتما در کودکی خودش آشنا هست. اما همون گونه‌ای که ما نسبت به غذای کودکان خودمون حساسیت نشون میدیم و مواظب هستیم که چه غذایی رو به اونها میدیم تا جسم اونها سالم بمونه و علاوه بر این که محافظت میکنه از جسم اونها، ما این غذا سبب بشه که اونها تکامل پیدا بکنن، رشد جسمانی اونها رشد مناسبی باشه، تغذیه اونها برای ما مهمه و اینکه ما چه غذایی رو از چه منبعی تهیه میکنیم و از کجا میخریم، تاریخ مصرفش رو نگاه میکنیم، کارخونه باید کارخونه معتبری باشه تولید بکنه و هر چیزی رو از هر جایی نمیاریم بگیریم از سر خیابون میبینیم یه چیزی دارن میفروشن خوراکی غذایی و حتی میوه‌ای برداریم و بیاریم بذاریم جلوی بچه ما و بخوره. خیلی روی این قسمت خانواده ها علاوه خصوص مادرها خیلی حساسیت نشون میدن که فرزندشون چی میخوره و به قول خودمون هر حل و حوله رو به خورده بچه نمیدن. اما در موضوع تغذیه فکری و تغذیه اخلاقی و اعتقادی اون حساسیتی رو که ما باید نشان بدیم در آن غذای فکری که برای بچه و کودک خودمون تهیه میکنیم این حساسیت نیست و به هر حال به همین توجیهاتی که جلوتر عرض کردم کارتون هست و بازی هست و سرگرمی هست و سرگرم میشه و میبینه مگه چه اشکالی داره چه ضرری میکنه، اینها رو ما کمتر بهش توجه کردیم. اجازه بدید که در این باب با جناب دکتر به همراه شما بینندگان عزیز بیشتر صحبت بکنیم، گرچه در خود میان برنامه هم اشاره های به این شده اما من دوست دارم به خاطر اینکه ما اهمیت موضوع رو بیشتر درک بکنیم در این باب تأثیرات منفیش بیشتر صحبت بکنیم. جناب دکتر درباره تأثیرات منفی این رسانه برای ما بگید، درباره تأثیرات منفی تلویزیون ها و برنامه هایی که بر کودکان ما تاثیرگذار هستند. ما روزانه خیلی از ما یه واقعیتی که باید اعتراف بکنیم ساعت‌هایی از وقتمون رو اختصاص میدیم به تماشای تلویزیون و همچنین کودکان رو. حالا ما شاید برنامه‌های خاص خودمون ببینیم، اونا شاید حتی تلویزیون خاص خودشون رو داشته باشن، برنامه خاص خودشون رو. چه تأثیرات منفی رو داره در رفتار بچه‌های ما؟ از اینجا شروع بکنیم. تأثیرات منفی که رسانه میتونه داشته باشه بر رفتار بچه‌های ما و یا آیا حتی نقطه مقابلش آیا اصلا تأثیر مثبتی هم داره یا نه بر بچه‌های ما؟ ببینید استاد سلیمانی عزیز، این انیمیشن هایی که ما حرف ازش میزنیم، برنامه کودکی که ما میزنیم، مثلا انیمیشن 70% انیمیشن ها در آمریکا تولید میشه
خیلی از برنامه‌های کودک و شبکه‌هایی که اصلا کلاً برنامه کودک دارن، خب یک شبکه تلویزیونی با خیلی به اصطلاح هزینه همراه داره. حتی حالا این تولید برنامه هزینه کودک واقعا هزینه بر هم است. تولید کارتون خیلی هزینه بره، بیشتر حتی از شاید فیلم‌های عادی. دقیقاً. حالا ما مثلا که شبکه‌های تلویزیونی داریم که به صورت مجانی پخش میشه، 24 ساعت کارتون پخش میکنه. باید از خودمون بپرسیم که هرگز نشده که گربه برای خدا ماهی بگیره. کسی که میاد همچنین هزینه ای رو میکنه، خب پشت سر این قضیه یک حکایتی هست، حتما زیر این به اصطلاح کاسه نیم کاسه‌ای باید باشه. وقتی نگاه میکنیم چه کسانی پشت این به اصطلاح ما به اصطلاح تلویزیون ها هستن، میبینیم که شرکت های غول‌پیکر قاره پیما رو میبینیم که اونجا به اصطلاح هزینه میکنن. خب پس اینها اهدافی دارن، اهداف به اصطلاح استهلاکی دارن که میخوان که ملت ما یه ملت به اصطلاح مستهلک باشه. اینی که مثلا یه بچه میخواد از منحرف بشه سلوکن رفتارن، خب برای ما یه چیز ساده نمایان میکنه، اما برای اونها بازار هست. وقتی یه پسر دنبال به دوست دختر میره یا دختر دنبال دوست پسر میره، خب یه مقدمه چینی میخواد که به اصطلاح یک مد خاص لباسی بپوشه، مد خاص کفشی بپوشه، مد خاص آرایشی داشته باشه و به اصطلاح رنگ رودنی به سر صورتش بماله و موهاشو به اصطلاح یه آرایش خاصی بکنه. اینا همش بازارزاست برای اونها و اونها هدف دارن از این. میبینیم که امروز یک کارتونی که میاد، روز بعدش کیف مدرسه به همون اسم همون کارتون است، قلم مدرسه به اسم همون است، دفتر و کتاب و همه پوشاک بچه به اصطلاح تصویر همون کارتون روش چسبیده. این غیر از به اصطلاح الگوبرداری های سلوکی رفتاری بچه ها از افرادی که تو این کارتون ها هستن. من نمیخوام از خانواده ها بخوام که به اصطلاح بگم که آقا بیایید تلویزیون ها رو بشکنید و تلویزیون رو ببندید، اما خب باید توجه داشته باشیم که اون چیزی که بچه ما تماشا میکنه باید از همون اهمیتی برخوردار باشه که اون وقتی که بچه داره تلف میکنه، وقتش چقدر ارزش داره، باید اون چیزی که تماشا میکنه، اون چیزی که باشه سرگرم هست و ارزش متقابل داشته باشه. ما حداقلش میتونیم همون کاری که خود غربی‌ها کردند رو بکنیم. یعنی در کشورهای غربی برای برنامه‌هایی که به اصطلاح مطرح میکنند یا برای کودکان میذارن اصلا عمر گذاشتن. این برنامه‌ها مال کمتر از 4 سال هست، این برنامه‌ها مال کمتر از مثلا 18 سال هست، این برنامه اینطور. ما نه، به همین چیز به اصطلاح یک استبلی رو باز کردیم واسه همه به اصطلاح بچه‌های برنامه و همه یه چیزی رو تماشا میکنن. خب نتیجهش چی میشه؟ ما تصور میکنیم یه چیزی که به اصطلاح به خورد ما دادن که ما بچه‌هامون رو از کوچیکی میذاریم جلوی تلویزیون که به اصطلاح زبان یاد بگیرند و نمیدونم نطقشون خوب باشه و فلان میشه، در حالی که پژوهش‌های علمی میگه که به اصطلاح در عمر 8 تا 16 ماهگی برنامه‌های کودک باعث میشه قدرت نطق و زبان در به اصطلاح کودکان به تأخیر بیفته. بچه به اصطلاح نمیتونه حواسش رو جمع کنه، نمیتونه ترکیز داشته باشه، یه نوع حواس پرتی و عدم ترکیزی در بچه به وجود میاد که این ممکنه به اصطلاح چه حالت مزمن پیدا کنه. بعدا ما میبینیم که همیشه بچه‌مون حواس پرته، تو مدرسه حواس پرته، نمیتونه به اصطلاح یک نوع حالت تنبلی و سست ارادگی در بچه به اصطلاح به وجود میاد. اینها همه مواردی هست که ما به اصطلاح ازش غافل هستیم. حالا خود مضمونی که به اصطلاح اون تلویزیون به اصطلاح مطرح میکنه، این هم ما ببینید بچه در برنامه گذشته هم ما به این بسیار تأکید میکردیم که یکی از نیازهای عمده کودک نیاز به امنیت هست، نیاز به اینی که به اصطلاح یک کسی در کنارش هست. اون کس نمیتونه یه تلویزیون باشه. تلویزیون حالت ناامنی رو در بچه، حالت ترس و وحشت و دلهرگی رو در بچه گسترش میده. چرا که به اصطلاح اون برنامه‌ای که میبینه توش خشونت هست، توش به اصطلاح برنامه‌های ترسناک هست و از این حرفا. خب در کنار این تلویزیون تماشای این برنامه باید یکی از والدان یا بزرگتری باید وجود داشته باشه که برای به بچه حالی کنه، هر چند وقتی به بچه تذکر بده
که این تصویری که میبینید تصویر خیالی هست، با واقعیت فرق میکنه و سعی کنه این به اصطلاح برنامه‌ای که میبینن این رو با واقعیت نزدیک کنه یا بهش برسونه که چطور از این درسی بگیره، یک اندرزی بگیره که در واقعیت ازش در زندگیش ازش به اصطلاح استفاده کنه. در این حال باید به بچه نشون بدیم که به اصطلاح واقع گرا باشیم. اینی که در به اصطلاح در مقابل این قدرت‌های توانمندی‌هایی که به اصطلاح در تلویزیون عرضی میشه خودشو نبازه. و مهمترین نقطه‌ای که اگر ما تونستیم اون رو در بچه‌مون بارورش کنیم، پررنگش کنیم، اون وقت خطری که به اصطلاح بچه ما رو تهدید میکنه خیلی به مراتب کمتر میشه. اون حالتی هست که ما بتونیم بچه رو یک ناقد خوب بار بیاریم، یک منتقد، یک کسی که به اصطلاح اون چیزی رو که میبینه چشم و گوش بسته قبول نکنه، یه مقداری عقلش رو به کار بگیره، بدونه. ببینید وقت این ماده تلویزیونی یا این چیزی که برای ما عرضه میشه، خب ما نساختیمش، ما این حق هم نداریم که به اصطلاح به اون سازنده املاء کنیم که این کارو بکن، این کارو میکردی بهتر بود، این کارو نمیکردی خوبتر بود. اینه که یه چیزی هست که از اونها واسه فرهنگ خودشون ساختن، برای جامعه خودشون ساختن، اما ما چون که کار نکردیم میخوایم که به اصطلاح وسایل دیگران، آلات دیگران رو نشخوار کنیم. خب باید دیگه تحمل هم بکنیم که به اصطلاح کسی که خربزه میخوره پای لرزش هم باید بشینه. اینه که ما یک ضربه های بسیار مهلکی رو به اصطلاح متحمل میشیم متاسفانه. در همین به اصطلاح برنامه‌های کودکی که هست، پوشاکی که به اصطلاح پوششی که به اصطلاح کارتون‌ها، دخترها، پسرها استفاده میکنند، شیوه برخورد دو جنس مخالف با همدیگه، این خب غرایز جنسی رو در کودکان ما به صورت ناآگاه تحریک میکنه. اینه که ما الان در جامعهمون با خیلی از بیماری‌های بسیار خطرناک روبرو هستیم. بیماری مثلا بلوغ زودرسی که به اصطلاح میبینیم که دختر 7 سالش نشده به اندازه به اصطلاح دختر 17 18 20 ساله پختگی جنسی داره، یا مثلا پسر هنوز 9 سالش نیست انگار که یک مرد 20 ساله هست، که این خب تبعات بعدیش رو داره، به اصطلاح مسائل جنسی بعدی و مشکلاتی که براش پیش میاد. اینا همه به خاطر چی هست؟ به خاطر این به اصطلاح کارتون‌هایی که ناخودآگاه غرایز جنسی کودکان ما رو تحریک میکرد، ما توجه نمیکردیم. خیلی وقتا ما فکر میکنیم که خب کودک چی سرش میشه. کودک در واقع مخی داره که این مخ داره انبار میکنه، خیلی از چیزها رو درست نمیفهمه، نمیتونه درست حلاجی کنه، اما میتونه انبار کنه. اینها رو وقتی که به اصطلاح یه بار میبینه، 2 بار میبینه، 3 بار میبینه، در این وقت اگه ما در کنارش بودیم میتونیم تصحیح کنیم. اما وقتی که این تکرار میشه، یک مواردی که به اصطلاح بیش از 20-21 بار تکرار شد، این دیگه جزئی از سلوک و رفتار اون میشه، چه خودش بخواد چه نخواد، جزئی از نظام اون میشه. اینه که ما میبینیم تو مدرسه ها به اصطلاح کودک ها به هم دیگه دست درازی میکنن. اینی که به اصطلاح در فرهنگ بازاری ما الان دختر پسر رو نمیدونم دوست دختر دوست پسر، این اصلا واژه ها با فرهنگ ما نامأنوس بود. الان میبینیم که اینا تو فرهنگ ما اصلا رنگ گرفته. این خودش بیانگر حجم این خطری هست که جامعه ما رو، آینده ما رو، بچه‌های ما رو تهدید میکنه. اون چیزی که ما در به اصطلاح زندگی خودمون، در روستاهامون، در گذشته خودمون داشتیم، در فرهنگ خودمون به اصطلاح جایگاهی که دختر داره، جایگاهی که پسر داره، جایگاهی که خانم‌ها دارند، آقایون دارند، در الان این داره کمرنگ میشه به خاطر اون اختلاطی که به اصطلاح در محیط به هر حال اون فرهنگ ما نیست. فرهنگ نشخواری که به اصطلاح فرهنگی که ما از دیگران اومده و ما داریم نشخوارش میکنیم، خب بازتابش هم همچنین چیزهایی خواهد بود. وقتی ما ببینیم که به اصطلاح بچه‌مون گوشه‌گیر میشه، از جامعه فراری میشه، یا بچه‌مون به اصطلاح خودش رو گم میکنه، نمیدونه کی هست، فقدان شخصیت پیدا میکنه، ضعف شخصیتی پیدا میکنه، روابط اجتماعی کلاً روابط خانوادگی کمرنگ میشه، بچه سرش تو لاک خودش هست،
تو برنامه خودش، تو موبایل خودش، تو آیپد خودش، مادر با موبایل خودش مشغول، پدر با موبایل خودش مشغول. میبینیم که در یک خانواده، در یک جلسه به اصطلاح خانوادگی، پدر، مادر، برادر، دختر همه کنار هم نشستن، عمو، خاله، دایی، همه اومدن، مهمونی است، اما هر کسی تو دنیای خودش هست. خب اینها همه انعکاساتی داره روی رفتار ما، روی به اصطلاح زندگی اجتماعی ما، روی زندگی فردی ما. ما نمیتونیم، بچه ما نمیتونه یه نوع تفاعلی با پدر و مادرش برقرار کنه، با خویشان و با اطرافیانش برقرار کنه. خود ما بزرگترها هم بچه همون رو گم میکنیم در اون فضایی که هستیم. همینه که میبینیم در خانواده، در بعضی از خانه ها بیش از 2 3 4 تا تلویزیون هست. هر کسی به اصطلاح میخواد که با ساز خودش برقصه. هیچ وقت به اصطلاح سر سفره به اصطلاح وقتی میان بشینن تلویزیون میخوان تماشا کنن، بچه 2 ساله کارتون خاص خودش رو میخواد، شبکه خاص خودش رو میخواد. بچه 4 ساله شبکه خاص خودش رو میخواد، مادر شبکه خاص خودش رو میخواد، دختر همچنین، پدر میخواد اخبار رو گوش کنه. میبینیم که همینا روی یک به اصطلاح 20 دقیقه‌ای که میخوان کنار هم باشن، روی سفره با هم باشن، اصلا این رو نمیتونن تحمل کنن. هر یکی میخواد که تو باغ خودش باشه، با فضایی که به اصطلاح باش خو گرفته با اون باشه. یعنی ما دچار یک نوع اعتیاد میشیم که این اعتیاد خطرش از به اصطلاح اگر بچه ما بیاد معتاد بشه به سیگار، ما تا سیگار رو دستش ببینیم به اصطلاح داد و فریاد برو میندازیم، واکنش شدید نشون میدیم اینا. در حالی که به اصطلاح این تأثیرات منفی که احیانا تلویزیون میذاره بر بچه‌های ما خیلی به مراتب از اون تأثیرات منفی که سیگار میگذاره بیشتر است. سیگار چیکار میخواد بکنه؟ سیگار رئه بچه ما رو داغون میکنه. یک به اصطلاح ماده کشنده است که رئه بچه ما رو داغون میکنه. یه چیز حرام هست که بچه ما با اون خو میگیره. در مقابل میایم اینجا به اصطلاح در تلویزیون میبینیم که اخلاق بچه ما ضایع میشه، باورها و هویت شخصیتیش ضایع میشه، عقیدهش ضایع میشه، تصوراتش از زندگیش ضایع میشه، خودیتش ضایع میشه. یک انسان تنبل، سست اراده، بی اراده بار میاد، از نظر اخلاقی فاقد کل معیارهای اخلاقی. این خطرش به مراتب بیشتر است، دچار بسیاری از بیماری ها میشه، بیماری هایی که نتیجه به اصطلاح تراکم خشونتی که در خود بچه ایجاد میشه، نمیتونه اون رو درست به اصطلاح استفاده کنه، که خب خشونت هست، خشونت که اصلا استفاده درست نداره، همونی که به اصطلاح بیاد واکنش نشون میده. همه اینها به اصطلاح نتیجه همین برنامه‌های تلویزیونی، این پوشاکی که بچه‌های ما باش خوب میگیرن، بدهجاییبی که در جامعه رشد میکنه، تصور نادرست از به اصطلاح آزادی وقتی که میای با بچه حرف میزنی دم از آزادی میزنه، آزادی رو با بی‌بندوباری اشتباه میکنه، نمیتونه تشخیص بده آزادی یعنی چی، بی‌بندوباری یعنی چی، نمیتونه بفهمه که آزادی یعنی پایبند بودن به یک نوع قوانین سازنده، قوانین و برنامه هایی که به اصطلاح باعث اصلاح خود فرد، باعث اصلاح خانواده، جامعه میشه. پایبند بودن به این معناش آزادی هست، نه اینی که به اصطلاح من چاقو بگیرم بزنم تو شکم هر کسی که آزادی هست. و این رو ما میبینیم متاسفانه در فرهنگ‌های غربی. الان ما هر روز تو اخبار میبینیم که پسر بچه 18 ساله 17 ساله تفنگ گرفته رفته تو مدرسه، به اصطلاح کشیده روی به اصطلاح بچه‌های همکلاسیش، 25 تا کشته، 4 تا معلم، 4 تا نمیدونم چیزی کشته شدن. این رو هر روز ما تو رسانه‌های غربی میبینیم. حالا چیزی که اونها خودشون به تنگ اومدن ازش، اون رو ما میاریم تو خونه‌های خودمون با آغوش باز، بدون اینی که به عواقبش به اصطلاح نگاه کنیم، چه انحرافات اخلاقی، چه به اصطلاح مشکلاتی برای ما به وجود میاد. چرا خیلی از بچه‌های ما از خونه فرار میشن؟ فرار شدن از خونه، از خانواده، این خودش نشانگر این است که اینها در یک جو عاطفی، یک جو خانواده در واقع نبودن، اینها توی باغ دیگه بودن و اینه که به اصطلاح پریدند. یعنی ما باید این رو مد نظر داشته باشیم، این مسائل رو که چرا کودکان ما دچار یک نوع به اصطلاح انحرافات اخلاقی میشن، دچار یک نوع مشکلاتی میشن، مشکلات سلوکی رفتاری میشن.
مشکل کجاست، این رو ریشه یابی کنیم تا بتونیم راه حل درستی رو به اصطلاح بهش برسیم. جناب دکتر، حالا یکمی بحث در این موضوع رو جمع‌آوری کنیم تا به یک نتیجه برسیم. الان ما یک موضوع بحث خونه رو داریم، فضای داخل خونه و کودکانی که هستن و خب علاوه خصوص کودکانی که قبل از سن تحصیلن، یعنی تا قبل از 7 سالگی یا حتی در اوقات فراغتشون، حتی در دوران تحصیلشون و در داخل خانه هم ما الان باید پدر مادر میخواین رو سرگرمشون کنن. به هر حال الان ما برای سرگرم کردن اینها، آیا شما میفرمایید که اصلا کلا تلویزیون رو، یعنی این کودکان رو ما از تلویزیون منع کنیم و قطع بکنیم به خاطر اینکه دچار این عواقب منفی که شما اشاره فرمودید دچار اینها نشیم، یا اینکه باید بیایم و خودمونم بشینیم، خب شاید فرصت نکنیم با خودمونم بخوایم بشینیم همش پیش بچه که هر چی دید ما پشت سرش توجیه بکنیم، یا کلا تلویزیون رو جمع کنیم بذاریم یه گوشه دیگری. الان من نوعی میخوام برای فرزندم به حال یک تصمیمی بگیرم، تو الان شاید زیاد اهمیت نمیدادم به این موضوع، از الان میخوام به این بیشتر اهمیت بدم که خوراک فکری فرزند خودم رو از این بعد نظارت بکنم. به عنوان مشاورت با شما من مشوره میخوام از شما چیکار باید بکنم؟ من الان از امروز میخوام یه دید دیگه ای داشته باشم. آیا تمام آن چیزهایی که تا امروز میدور ازش قطع بکنم، یا برنامه‌هایی که داشته نگاه میکرده رو دیگه اجازه ندم منعش بکنم، یا اینکه نه باید یک فکر دیگری کرد؟ چیکار باید کرد؟ ببینید استاد سلیمانی عزیز، شاخ زدن به تکنولوژی نوین نهایت حماقت هست. الان ما میبینیم حکومت به اصطلاح نظام ایران همدست شده با نظام تاجیکستان، چند میلیون دلار اینا خرج کردن که چی؟ مثلا وصال حق رو نذارن که به مردم برسه. نتیجهش چی شد؟ نتیجهش وصال حقی که به اصطلاح دیروز روی 1 ماهواره بود الان روی 5 ماهواره است. وصال حقی که به اصطلاح اگر از در رو به روش ببندی از پنجره میاد، در و پنجره رو ببندی مردم سرشون رو میارن بیرون تماشاش میکنن. شما میخواید بچه رو به اصطلاح تلویزیون رو از خونه به اصطلاح بکشید بیرون، خب بچه‌ت میره خونه همسایه تلویزیون نگاه میکنه. پس راه حلی نیست. اما یه چیزی دیگه هست، یه به اصطلاح همراه تلویزیون یک رموت کنترلی هست که ما میتونیم به اصطلاح برنامه‌ها یا کانال‌هایی که مفید هستند اونها رو فقط اجازه بدیم که بچه‌هامون به اصطلاح تماشا کنند و در این حال به بچه‌هامون بها بدیم، ارزش اخلاقی و ارزش به اصطلاح درک بچه رو بالا ببریم، بهش برسونیم که به اصطلاح چه چیزایی براش مفید هست چه چیزایی براش مضر هست تا خودش دوری کنه، نه اینکه ما جلوش رو بگیریم. اگر ما جلوش رو مستقیما گرفتیم خب کل ممنوع مرغوب، هر چیزی که شما جلوش رو بگیرید بیشتر بچه به اصطلاح کنجکاو میشه که بره ببینه که چی هست، چرا جلوی من رو گرفت، چرا نمیذارن که من این رو تماشا کنم. اگر ما تونستیم حداقل بعضی وقتا کنار بچه‌هامون بشینیم و اون برنامه‌ای که میبینند رو با اونا حلاجیش کنیم، یا اگر نتونستیم بشینیم بعد از اینکه بچه‌ها تماشا کردند ازشون تو سفر هستیم جایی میریم بپرسیم که چه برنامه‌ای رو دیدید، این برنامه چی بود، چی فهمیدی، چی شد. خب شروع کنیم به اصطلاح این قدرت انتقاد رو در بچه بالا ببریم که بچه یک حس انتقادانه داشته باشه که بله این برنامه‌ای که من دیدم این از محصولات ما نیست، این محصول وارداتی هست. مشکلاتش کجا بود؟ ما در مقابل یک غزو فرهنگی هستیم. خب باید غزو فرهنگی با دعوا نمیشه، فرهنگ رو با فرهنگ باید زد. وقتی که ما میاییم این مفاهیم رو از دیدگاه خودمون ببینید، از نظر فرهنگی هیچ قومی، هیچ ملتی، هیچ به اصطلاح فرهنگی نمیتونه در مقابل قدرت و توان فرهنگی ما بیسته. ما از نظر به اصطلاح اخلاقی، از نظر فرهنگی از همه ملت‌ها و همه آرمان‌ها جلو هستیم. اما نیاز هست که این رو به اصطلاح به بچه‌مون بفهمونیم، این مسائل رو برای بچه‌مون به اصطلاح حلاجی کنیم، با هم بشینیم این رو تا این قدرت به اصطلاح انتقاد در بچه به وجود بیاد. خود بچه وقتی که همچنین به اصطلاح مواردی براش پیش میاد، همچنین مسائلی که به اصطلاح تعارض داره با اخلاق، با مرام ما، خودش میاد اینها رو انتقاد میکنه، برای بچهای دیگه تعریف میکنه، برای ما هم تعریف میکنه، برای بزرگترها تعریف میکنه. این از یک باب. و در این حال
وقتش رو مشخص کنیم. ما با بچه‌مون باید حالا غیر مستقیم برسونیم که باید در زندگیش اینو نظمی داشته باشه، هر چیزی وقتی داشته باشه. اگر این کار رو نکردیم چی میشه؟ خب بچه‌مون وقتش رو ضایع میکنه، همیشه به اصطلاح حواس پرت است، خسته است، ذهنش همش به اصطلاح تو کلاس نشسته و ذهنش تو چی است؟ تو برنامه‌ای که به اصطلاح دوست داره که همیشه تماشا کنه. تصرفاتش ببینیم بچه ما همیشه انسان از کسی که دوستش داره وقتی که محبتی، یک عشقی به وجود اومد، همه میبینیم که تقلید میخوایم بکنیم. وقتی که ما یک شخصی رو دوست داریم میخوایم مثل اون بپوشیم، مثل اون را بریم، مثل اون واکنش نشون بدیم، مثل اون حرکت کنیم. همینه که مثلا میبینی وقتی میری برای بچت لباس مدرسه بگیری، وقتی میخوای کیف مدرسه بگیری فوراً میگه که فلان کیفو میخوام. برای چی؟ برای اینکه اون به اصطلاح تصویری که روش هست تصویر همون قهرمان اون به اصطلاح برنامه‌ای هست که ایشون دوست داره. خب وقتی که ما با همچنین واقعیتی روبرو هستیم باید دیگه یه مقداری همت کنیم، نذاریم که به اصطلاح قهرمان تصورات بچه ما یک انسان منحرف باشه. درسته که در همه فیلم ها خب یک جنگ هست، یک درگیری هست بین خیر و شر و در قریب اتفاق به اصطلاح برنامه ها خیر هست که پیروز میشه، اما خب به اصطلاح پهلوانی شر هم در اونجا بود. بچه ما شر رو با اون صفات قهرمانانه، با اون حرکتاش، با اون ژستاش شناخت و خیلی وقتا هست که نمیتونه بین خیر و شر اصلا به اصطلاح تشخیص قائل بشه، نمیدونه که به اصطلاح کدوم رو باید الگو بگیره. اینه که به اصطلاح میبینیم که الگوهای شر خیلی در به اصطلاح بچهای ما رشد میکنه. نه تنها این، حتی همین به اصطلاح میبینیم که در به خصوص در خیلی از انیمیشن ها خشونت خیلی بیشتر هست. در انیمیشن ها و برنامه‌های کودک بچه ها بیش از 60% خشونت بیشتر هست از فیلم های بزرگسالان. پس این خشونتی که هست این حس انسانیت رو در بچه ما تضعیف میکنه. اینی که بچه ما به اصطلاح شعور احساسات انسانی در مقابل هم نوعش به اصطلاح خیلی کم میشه. میبینه که به اصطلاح کسی کشته شد، زده شد، خون، این مسائل براش خیلی خیلی عادی میشه، از بس که اینا رو در برنامه ها دیده. در برنامه های کودک که طرف میاد مشت میزنه به سر رفیقش، به اصطلاح سرش تیکه تیکه میشه. همه این به اصطلاح مسائل به اصطلاح باعث میشه که بچه یک نوع اضطراب سلوکی داشته باشه، یک نوع ترس داشته باشه، یک واهمه داشته باشه، همیشه پریشان باشه، عدم به هیچی که از دوستاش به اطرافیانش اعتماد نکنه، همیشه انتظار خیانت داره، از همه انتظار خیانت داره. چرا؟ چون که اون فیلم هایی که میدید، اون کارتون هایی که میدید همچنین حالتی بود که دوست به دوستش خیانت میکنه، رفیق به رفیقش خیانت میکنه. بچه ما نمیتونه به اصطلاح تشخیص بده بین قالتاق و دزد و خائن و بین یه پهلوان اصلی. چرا؟ چون که خود تلویزیون به صورت ناآگاه و به صورت به اصطلاح عقل باطن بچه ما رو اینطوری برنامه ریزی کرد. در خیلی از برنامه ها هست که ما میبینیم که به اصطلاح یه مشت دزدن، پهلوان کیه، قهرمان فیلم کی است؟ یه کسی هست که با دزدا درگیر است و از دزدا باز میدزده. خب مثلا همین فیلم مشهور علی بابا و 40 راهزن، خب راهزن‌ها 40 تا هستند، راهزنی میکنند. علی بابا آقا چیکار میکنه؟ علی بابا هم داره که از راهزن‌ها میدزده. پس یک مفاهیم و یک به اصطلاح مفاهیم و باورهایی که ناخودآگاه به ما تلقین میشه، به بچه‌های ما تلقین میشه. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که بچه ما به خودش اجازه میده که مثلا اگر کسی دزدی کرد از اون بره بدزده. به خودش اجازه میده که از افرادی که از راه غیر مشروع مکاسبی، قدرتی، چیزی رو به دست آوردن، ایشون به خودش اجازه میده که به اونها ظلم کنه یا از اونها دزدی کنه. یک مفاهیم مغلوط، یک مفاهیم اشتباه، یک مفاهیم نادرستی ناخودآگاه به بچه ما تزریق میشه. اینها رو باید ما مد نظر داشته باشیم و نیاز هست که ما در کنار بچه هامون باشیم و این مفاهیم رو براشون به اصطلاح روشن کنیم.
خیلی ممنون جناب دکتر. اجازه بدید به همراه بینندگان عزیز میان برنامه دیگری هم در همین باب داریم، این دو هم ببینیم، برمیگردیم ان شاءالله باز ادامه این موضوع در خدمت شما خوبان عزیزان خواهیم بود. آسیب شناسی کودکان از کارتون ها. در سال 1844 میلادی رمان نویس فرانسوی الکساندر دوما که بعدها کشورش به او لقب سلطان پاریس داد، رمانی افسانه‌ای با عنوان 3 تفنگدار به رشته تحریر درآورد. در این قصه خیالی 3 فرد شرابی منحرف که از جمله پاسبانان کاخ شاهی بودند، با همکاری یکی از دوستانشان خدمت بزرگی به پادشاه فرانسه لوئیس 13 انجام دادند. فرانسوی ها این افسانه غیر واقعی را با دنگ و فنگ فراوان در فراسوی جهان منتشر ساختند و از 3 سرباز منحرف و معتاد افسانه‌ای بافته به خورد مردم دادند. 3 فرد منحرف که از رحم عقل رمان نویسی معمولی زاییده شده بودند و در طی رمان نیز نویسنده نتوانسته بود کارهای چندان چشمگیر و قهرمانانه‌ای بر دوش آنها سوار کند، به چنین افرادی شاخ و برگ داده شد تا به عنوان الگوهای قابل نسخه برداری برای نسل‌های آتی کشور مطرح باشند. جالب اینجاست که پیش از این تاریخ به 1200 سال 3 سوارکار واقعی که چشم‌های همرزمانشان و کابوس غرش رعد و جهش برق‌های مرگبار بر دل‌های دشمنانشان با سپاهی 3000 نفره بدون تجهیزات مدرن روز به سوی نبردی نابرابرانه پیش تاختند. این سپاهی کوچک با توشه و مهمات ناچیز در سرزمین دشمن مقابل لشکری با 200,000 نیروی ورزیده نظامی مجهز به آخرین اسلحه ها و تجهیزات نظامی روز قرار گرفت. در نبردی نابرابرانه که حتی افسانه های خیالی رمان نویسان ورزیده از تصور آن عاجزند. این 3 سوارکار به کمک دوست چهارمشان حقیقتی غیر قابل انکار را بر صفحات تاریخ نگاشتند. این سپاهیان با سلاح ایمان بر لشکر 200,000 نفری امپراتور رومیان پیروز گشتند. سوارکاران نامدار با فدا کردن جان خود این پیروزی بزرگ را به ثمر رساندند. البته این پیروزی افسانه‌ای در دفاع از پادشاه و شاهزاده‌ای نبود. این جنگ برای رساندن پیام آزادی بخش قرآن به ملت‌های در بند بردگی پادشاهان زورگو بود. این 3 سوارکاری که نامه‌هایشان در آسمان تاریخ می درخشند، زید ابن حارثه، جعفر ابن ابی طالب و عبدالله ابن رواحه رضی الله عنهم بودند و رفیق چهارمشان کسی نبود جز خالد ابن ولید رضی الله عنه. آیا چیزی از زندگی هر یک از این 4 قهرمان شجاع میدانی؟ آیا اصلا نامهای آنها را شنیده ای؟ ما حق نداریم فرانسوی ها را ملامت کنیم که چرا 3 فرد معتاد در خیال خود بافته آنها را به عنوان پهلوان مطرح کرده اند. اما حق داریم مسلمانان را به شدت ملامت کنیم که چرا پهلوانان شجاع
و قهرمانان بیمانند خود را به باد فراموشی سپرده اند. کودکان مسلمانان و حتی جوانان و نوجوانان ما هیچ از قهرمانان و تاریخ سازان خود نمی‌دانند، در حالی که فرانسوی ها از همین 3 تفنگدار غیر واقعی که زائیده خیال رمان نویسی بیش نیستند، چندین فیلم سینمایی و فیلم‌های کارتونی و عکس‌های تبلیغاتی و کیف‌های مدرسه و وسایل آموزشی بچه‌ها ساخته اند تا در فرزندان خود روحیه پهلوانی و نبرد بکارند. فقدان مدیریت درست فرهنگی، چیره شدن افراد بی‌درایت و کم سواد بر مراکز تعلیمی و مدیریت‌های کلان وزارت‌های آموزشی، خاموش بودن شمع فراگیر دعوت در مساجد، بی‌توجهی والدین و مسئولین باعث شده کودکان ما شناختی از هویت و شخصیت خود نداشته باشند. آرزوی کودک ماست که چون مرد عنکبوتی، سپایدرمن و یا سوپرمن باشد و یا چون موش و گربه تام و جری جست و خیز زند و یا با دروغگویی دماغ خود را چون پینوکیو دراز ببیند و یا چون روباه مکار پنیر از دهان زاغ بچاپد. کجایند گردانندگان برنامه‌های کودک تا فرزندان ما را با سردارانی تاریخ ساز چون قعقاع ابن عمرو و جوانمردانی چون خالد ابن ولید که به گواهی ژنرال پاکستانی حمزه اکرم بزرگترین فرمانده نظامی بود که تاریخ بشریت به چشم خود دیده است، و رادمردانی چون سعد ابن ابی وقاص، عمرو ابن العاص و فرماندهانی چون صلاح الدین ایوبی که بیت المقدس را فتح نمود و نامهایی درخشان بر برگه‌های مقاومت مجاهدان تاریخ معاصر جهان اسلام چون عبدالله عزام، احمد یاسین، یحیی عیاش، خطاب و هزاران تن دیگر آشنا سازند. آیا مسئولین خودشان از تاریخ دینی که نامش را یدک میکشند کمترین آگاهی دارند؟ آیا میدانستی که سوپرمن در حقیقت شخصیتی است یهودی که خیال صهیونیست‌ها او را زاییده تا از خیابان‌های نیویورک پاسبانی کند؟ آیا میدانی تعصب کور یهودیان حتی اجازه نداده کسی که نقش این فرد را بازی می‌کند فردی غیر یهودی باشد؟ البته این ایرادی نیست که ما بتوانیم بر آنها وارد کنیم، بلکه باید برایشان جای فخر داشته باشد که به هویت و فرهنگ خود احترام قائل هستند. آیا فرزندانت فیلم‌های کارتون باب اسفنجی، اسپانج باب را تماشا می‌کنند؟ آیا می‌دانی برخی از خانواده‌های پایبند آمریکایی بچه‌هایشان را از تماشای این کارتون باز می‌دارند و آن را حرکتی زشت برای ترویج فرهنگ همجنسگرایی می‌دانند؟ آیا می‌دانی در کشورهایی چون اوکراین از ترس انحراف کودکانشان قانونی تصویب کرده اند که به موجب آن پخش این کارتون قدغن و خلاف قانون شمرده شده است؟ از فرزندان مسلمان چه خبر؟ در کشورهای اسلامی بچه‌های ما چه چیزهایی تماشا می کنند؟ آیا واقعاً ما حتی یک پهلوان نامدار و قهرمانی نداریم تا بچه‌های ما از او الگو برداری کنند؟ چه شخصیت‌هایی را فرزندانت از تاریخ پرمجد و شکوهت می‌شناسند؟ شاید بگویی افرادی چون سندباد، علاءالدین و علی بابا. آیا می‌دانستی که این شخصیت‌ها واقعی نیستند، چه رسد که مسلمان باشند؟ چه فن و فوت‌هایی از شجاعت و دلیری و اخلاق و سلوک را فرزندانمان از علی بابا می‌آموزند؟ هر چرا بخواهد از افسانه چراغ جادویی درخواست می‌کند. یعنی کودک ما از واقع گرایی به خیال پردازی و از اعتماد به نفس
به اعتماد به وهم و خیال منحرف می شود. علی بابا چه چیزی به جامعه اش تقدیم کرده؟ اصلاً برای خودش چه دسته گلی به آب داده؟ فرزندان ما چه مبانی اخلاقی را از علی بابا باید یاد بگیرند؟ دزدی؟ راهزنی؟ دروغ؟ مگر نه اینکه علی بابا پولهایی که 40 راهزن از مردم چاپیده بودند را دزدید تا خودش راهزن 41 شود؟ آیا برنامه‌های کودک این مفاهیم غیر اخلاقی و در تضاد با فرهنگ و آداب ما را می‌خواهند برای بچه‌های ما نشخوار کنند؟ آیا نباید این واقعیت تلخ را تغییر داد؟ تا کی باید فرهنگ‌های دیگران به ما تحمیل شود؟ تا کی باید در مقابل هجوم فرهنگی بیگانگان و جهالت و ندانمکاری ها و در مواردی حماقت‌های مسئولین فرهنگی سکوت کرد؟ گردانندگان این هجوم فرهنگی بیگانه نه تنها تلاش دارند امروز ما را تخریب کنند، بلکه در مسخ تاریخ ما و غافل کردنمان از هویت و شخصیت اصلیمان از هیچ تلاشی دریغ نمی‌ورزند. آنها با شبه پراکنی و دروغ پردازی تلاش دارند چهره‌های درخشان تاریخ اسلام و به ویژه شاگردان مکتب رسالت، آن جوانمردانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آنها را تربیت کرد و در کمتر از 30 سال توانستند پیام انسانساز و آزادی بخش اسلام را به شرق از دروغها و چخانها و خیال پردازی هایی که دور و بر امامزاده ها و قبرها میچرخد و زاییده منافع آخوندهای جاه طلب و مذهب تراش است. جالب اینجاست که آخوندها به ما میگویند امامزاده شفا میبخشد و خود برای درمان بیماری هایشان به لوکسترین بیمارستان های اروپایی سفر میکنند. هجوم فرهنگی غرب و مسخ فرهنگی آخوند دنیا پرست تلاش دارد پهلوانان تاریخ ساز و ستارگان آسمان رشادت های اسلام دشمندان ما را یا افرادی دیوانه فاقد لیاقت بنامد و یا از ذاکره تاریخ محو سازد و در مقابل افرادی که اصلاً واقعیت ندارند، زاییده خیال پردازی های نویسندگان غربی هستند، به عنوان قهرمان و الگو معرفی می گردند. آیا این خیانت بزرگی به بشریت نیست که دیگر به عنوان آدمکش‌های ویرانگر معرفی شوند و افرادی خون آشام چون ناپلئون بناپارت با آن همه ویرانگری و قتل و غارت به عنوان رهبر انقلابی در کتاب‌های ما معرفی شود؟ دانشمند و مخترع هواپیما عباس ابن فرناس چون خواست پرواز کند فردی دیوانه نامیده شد، در حالی که برادران رایت به عنوان مخترع با آب و تاب مطرح شدند. نه تنها بچه‌های ما بلکه بسیاری از فرهنگیان ما نیز نمی‌دانند تلاش عباس ابن فرناس 1000 و اندی سال قبل از برادران رایت موفق شد و او توانست در آسمان پرواز کند و آنچه در برخی از کتابها آورده اند که در تجربه اولش به زمین خورد و جان سپرد دروغی بیش نیست. کیست که رامبو را نشناسد و کیست که بداند او شخصیتی خیالی بیش نیست و هیچ واقعیت ندارد؟ سینمای آمریکا پس از شکست این کشور در ویتنام این شخصیت خیالی را ساخت تا روحیه شکست خورده سربازان و ملت آمریکا را قوت بخشد. البته این سیاستی بسیار موفق بود و هر کشور و ملتی که برای خود احترام قائلند میبایستی چنین کنند. اما آنچه جای شرم دارد این است که پهلوانی خیالی چون رامبو الگوی شجاعت و دلیری گردد
برای جوانان مسلمان، در حالی که در تاریخ اسلام هزاران عمر مختار، عزالدین قسام و غیره و غیره. چه میدانی؟ آیا نام محمد ابن مسلمه رو شنیده ای؟ محمد ابن مسلمه نام یکی از شاگردان مکتب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و صحابی ایشان است که عملیات‌های بسیار سخت و دشواری را رهبری نمود. مثالی دیگر برای جوانانی که نام رهبر انقلابی مارکسیست‌های آرژانتین چه گوارا را گوشواره گوش‌هایشان کرده‌اند. آیا چیزی از امیر محمد عبدالکریم خطابی شنیده اید؟ این همان فردی است که چه گوارا خود اعتراف می کند فنون جنگ چریکی که این فرمانده بزرگ اسلامی ابتکار کرده را از او آموخته است. حقیقت تلخی که باید بدان اعتراف کنیم این است که ما از تاریخ خود به کلی غافلیم و با خود بیگانه. درست است که استعمارگران چپاولگر و مذهب تراشان صفوی سعی کرده اند تاریخ ما را مسخ کنند، ولی در مقابل ما برای آشنایی با تاریخمان و برای مأنوس ساختن فرزندانمان با هویت اسلامیشان و با فرماندهان و دانشمندان و مخترعان واقعی تاریخمان چه تلاش هایی را انجام داده ایم؟ آیا وقت آن نرسیده که به جای لعن و نفرین تاریکی آستین همت بالا زده شمعی ولو ناچیز روشن کنیم؟ باید به جهان نشان دهیم که دیگر ما در مقابل هجوم فرهنگ پوچ بیگانگان چپاولگر کمر خم نخواهیم کرد. دیگر فرزندان ما در پی چراغ جادویی نخواهند شد و راه مکر و حیله و راهزنی را انتخاب نخواهند کرد. دیگر نوجوانان ما به افسانه و قدرت‌های فرابشری امامان خیالی و آخوندهای مکار و خیال پردازی‌های فیلم‌های سینمایی دل نخواهند بست و با توکل بر الله و اعتماد به خود تاریخی نوین پر از افتخارات رقم خواهند زد. با یاری الله متعال ما تاریخ خود را از این به بعد با قلم خود خواهیم نگاشت و از دل کتاب‌های مستند قدیمی پهلوانانی که چهره تاریخ را دگرگون ساخته‌اند را از زیر خروارها فراموشی بیرون آورده، گرد و خاک را از چهره‌های درخشان آنها پاک ساخته، به آینده سازان جامعه خود معرفی می‌کنیم. بعد سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان. مقداری طولانی بود میان برنامه ما، اما به هر حال جای تأمل و تدبر داشت سخنان زیبای جناب دکتر در این ویدیویی که پخش شد. یک سوال برای من به وجود اومده و حتما برای شما بی‌جندگان عزیزم این سوال به وجود آمده، حتما برای تماشای این صحبت‌ها و این تصاویر. این که الان ما باید یک حرکتی رو انجام بدیم برای یک تحول و یک قدم برداشتن به سمت جلو و آشنا کردن نسل جدید کودکانمون با اون پهلوانان و اون تاریخ افتخار آمیز و اون افرادی که آشنایی با اون افراد اینها رو به اون هدف اصلی که ما در دین مبین اسلام داریم خواهد رساند. اما جای خالی، حقیقتاً بدون تعارف باید گفت مسائل رو دیگه، الان جای خالی فیلم هایی که علل خصوص در زمینه کار کودکان، جای خالی فیلم هایی که ما رو آشنا بکنه با این افراد و پهلوانان
حالا چه در زمینه عرصه فیلم و چه در عرصه داستان، حتی داستان نویسی به زبان کودکان و کتاب خالی است. و حالا این سوال رو من از جناب دکتر میپرسم. جناب دکتر، الان من به عنوان یک به هر حال بزرگتر وقتی که میخوام تلاشی بکنم برای آشنا کردن بیشتر نونهالان خودم با این تاریخی که شما صحبتش رو داشتید و هی تشویق میکردید، خلاصه این فیلم این بود که همش ما سعی بکنیم که به جای الگوبرداری غلط و دست پا شکسته از اون تخیلات و زایده افکار و اوهام غرب بیاییم از واقعیت‌هایی که بوده و واقعا در تاریخ وجود داشتن و تاریخ پرمجدی داشتن استفاده بکنیم و سعی بکنیم که کودکان خودمون رو با اینها آشنا بکنیم و در یک دنیای واقعی سیر بکنن و استفاده بکنن. ولی مجال وقتی که میایم در میدان، الان اگر مادر محترمی، پدر بزرگواری بخواد بره و یک فیلمی پیدا بکنه، یک کارتونی پیدا بکنه یا حتی مثلا کتاب داستانی بخواد پیدا بکنه، به هر حال در حد فهم کودکان کجا باید بگرده دنبالش و کجا باید بره؟ چه بسا که ما بسیاری از والدین ما هم آشنا نیستن با خیلی از این اسمهایی که شما در این برنامه ذکر کردید و در این فیلمی که پخش شد. راه حل چیست؟ بله، واقعا این یکی از دردهایی است که ما همه احساس میکنیم. بنده این خوشخبری رو هم به دوستان بدم که در این موضوع ما جلسه‌های بسیار طولانی داشتیم و از جمله در جلسه‌هایی که به اصطلاح با استاد انصاری روش بحث شد همین مسئله کتابخانه کودک هست که انشاءالله در برنامه هست که با استفاده از نیروهای داخل کشور و افرادی که به خصوص نیروهای محتدین که با ما در تماس هستند انشاءالله در پی راه اندازی یک کتابخانه برای کودک باشیم، کتابخانه سازنده. در کنار این ما برنامه‌هایی رو قبلا داشتیم در وصال حق، برنامه قصه ها و اندرزه ها که به اصطلاح نشان دادن برخی از این الگوها و انسانهایی هست که خودشون با همت خودشون تونستند ستاره‌ای درخشان باشند در آسمان بشریت و بینندگان ما، هر یک از بینندگان ما میتونه نمونه ای از این به اصطلاح افراد باشه انشاءالله. در این حال الان در به اصطلاح در حال حاضر یک برنامه رو به همین عنوان به اصطلاح داریم تهیه میکنیم، برنامه‌ای که به اصطلاح افرادی که الگو بودن یا ما میتونیم از اونها الگو برداری کنیم. اما در مجموع این برنامه‌هایی که ما تهیه میکنیم این برنامه‌هایی هست که زیاد مطابق میل کودکان نیستن، بیشتر اگر ما بتونیم جوانها رو کسب کنیم. اما قبل از اونها کودکان، متاسفانه ما در کار برنامه کودک خیلی عقب هستیم. هیچ به اصطلاح مؤسسه ها و هیچ مراکزی روی این نقطه بها ندادند، گرچه که به اصطلاح کودک ابتدای زندگی است، آینده سازان همین کودکان هستند و اهمیت دادن و بها دادن به اونها خیلی مهم است. اما من دوستایی که به اصطلاح همتی دارند و میخوان در این زمینه مایه بذارند اونها رو به اصطلاح تشویق میکنم که برخی از فیلم‌های کارتونی مفید تهیه شده به زبانهای عربی و غیر عربی، اگر دوستا بتونن اینها رو به فارسی برگردونن، دوبله کنن، خیلی کار خوبی هست. فیلم مثلا کارتونی محمد فاتح که فیلم نمیدونم عین جالوت و امثال اینها، این به اصطلاح کارتون ها رو جوانای ما اگر یه مقدار همت بذارن به سادگی امروز به اصطلاح دوبله کردن کار حضرت فیل نیست مثل گذشته ها، یا امکانات زیادی نمیخواد. با همون امکانات ناچیزی که در دسترس به اصطلاح جوانای ما هست میتونند این به اصطلاح فیلم ها رو ترجمه کنند و دوبله کنند و در اختیار به اصطلاح آینده ها قرار بدن، در اختیار کودکان ما قرار بدن. متاسفانه در تولید مواد مناسب آموزنده برای کودکان ما
نمیتونیم به اصطلاح بگیم که کاری کردیم، اما امید هست که انشاءالله در آینده همه چون که به اصطلاح تربیت کودک درد همه خانواده هاست، رسیدن به کودکان درد همه خانواده است. هر نوع بینش و اندیشه‌ای باشن، همه میخوان که به اصطلاح بچه‌هاشون بچه‌های نمونه باشن، بچه‌های موفق باشن در زندگی، بچه‌هایی باشن که بتونن در آینده روی پای خودشون وایسن و بتونن به جامعهشون، به خودشون حداقل به اصطلاح خدمت کنن. و خب حالا که این یک درد همگانی هست، نیاز هست که همه با هم در دست هم بگذاریم و در پی رسیدن به یک راه حلی باشیم. اگر این کار رو کردیم، خب تونستیم آینده خوبی رو برای کودکانمون یا فضای خوبی رو برای آینده خوب مهیا کنیم، و الا همونطور که الان داریم هزینه میدیم، هزینه بسیار سنگینی رو خواهیم داد با کودکان معلول. الان متاسفانه ما قریب اتفاق کودک های جامعه ما به سوی یک نوع معلولیت میرن، معلولیت اخلاقی، معلولیت روحی روانی، معلولیت فقدان هویت، نمیدونن که کی هستن و به کجا دارن میرن. انشالله امیدواریم که همه بینندگانی که صدای ما رو میشنون و تصویر ما رو میبینن در این مجال، همه عزیزانی که اهل قلم هستن و به هر حال توانایی دارن در هر زمینه‌ای، چه در ساخت انیمیشن، چه در به هر حال نوشتن سناریوها و چه در نظریات و پیشنهاداتی که احساس میکنن مفید خواهد بود، ما رو از این نظریات و پیشنهاداتتون محروم نخواهید ساخت انشاءالله و با ما همکاری خواهد کرد در این راه و امیدواریم که ما هم انشاءالله همونجوری که جناب دکتر فرمودن بتونیم که در این راه تلاش‌های بیشتری رو داشته باشیم و برنامه‌های مفید رو انشاءالله به زودی شاهد باشید در وسال حق برای کودکان و نوحالان عزیز. جناب دکتر اجازه بدید بعد دیگری از آثار منفی این رسانه‌های به هر حال هدفمند هستند، دیگه رسانه‌هایی که هدفمند هستند، هر سازنده هر برنامه‌ای برای کودکان یک هدفی رو دنبال میکنه. تأثیرات منفی شما به یک بخش‌هایی از جانب رفتاری اشاره فرمودید. غیر از جانب رفتاری چه تأثیرات منفی دیگری رو بر فرزندان ما خواهد داشت تماشای این فیلم ها، علاوه خصوص فیلم هایی که یا بازی هایی که در اون بیشتر خشونت هست؟ الان اکثر بازی هایی هم که متاسفانه یافت میشه، بازی های به هر حال رایانه ای که هستن، اینا همشون بازی هایی هستن که جنگ داره و کشتن داره و تفنگ داره و خشونت درش به صورت زیادی مشهوده و حتی در کارتون هایی هست، علاوه خصوص کارتون هایی که جدیداً ساخته میشه و کارتون هایی که همش بچه میبره تو فضا و جنگ های فضاپیماها و نمیدونم آدم آهنیا و امثال اینها. چه تاثیرات منفی رو بر کودکان ما خواهد داشت این خشونت موجود در این فیلم ها؟ بله، واقعا فرهنگ غربی که به اصطلاح این کارتون ها رو تحویل جامعه میده، یه فرهنگی است که با خشونت خو گرفته. اصلا در اساس به اصطلاح بنیه اساسی فرهنگ غربی احترام قدرتمند هست. هر کسی که به اصطلاح قدرت دستش باشه بتونه بیشتر بزنه، بکوبه و بشکنه، این در چشم به اصطلاح فرهنگ غربی محترمتر هست. اگر هم ما پیشینه فرهنگی اونها رو نگاه کنیم، همشون همینطوری بود. جنگ خدایان، جنگ نمیدونم خدایان با زمینیان، جنگ فرشته ها بین هم دیگه شون با عرض پوزش، همه اینها به اصطلاح بیانگر اون به اصطلاح فرهنگی هست که اینها روش به اصطلاح بزرگ شدن. و الان هم میبینیم هر جایی که جنگی هست، هر جایی که خونریزی هست، به اصطلاح پشتش یکی از همین امپراتورها و قدرت‌های غربی است. در خود برنامه‌های کودکی که به اصطلاح اونها تهیه می‌بینن، می‌بینیم که مقدار خشونت در برنامه‌های کودکان 50 تا 60 برابر مقدار خشونتی هست که مثلا در فیلم‌هایی هست که برای بزرگسالان تهیه میشه. و نتیجهش رو هم میبینیم. نتیجهش همون که قبلا اشاره کردم، میبینیم که نوجوان بلند میشه و به اصطلاح اسلحه‌ای پیدا میکنه و میاد تو مدرسه و 10 تا 20 تا 100 تا از
دانش آموزای همکلاسی هاش همینا رو به اصطلاح تیرباران میکنه و انگار نه انگار که چیزی شد. میبینیم که مثلا تجاوز جنسی در بین کودکان، در بین همکلاسی ها، نمیدونم تعرض حتی به معلمین و خانم معلم ها به مراتب در اخبار به اصطلاح میاد و اتفاق میفته. اینا همش به خاطر اون خشونت ها و جنایت ها و خو گرفتن با جنایت و جرم هست که در به اصطلاح این برنامه ها هست. در واقع این برنامه ها حالا خواسته یا ناخواسته نوعی تشویق هست به ارتکاب جنایت و ارتکاب جرم. و بچه ها هم که دیگه از این الگوهایی که در این برنامه ها مطرح میشه الگو برداری میکنن. قهرمانایی که هستن، قهرمان ویژگیش چی هست؟ ویژگیش یا دزدی هست، یا آدمکشی هست، یا دروغ گفتن هست، یا ترور کردن هست، نمیدونم، یا گول زدن قانون هست، به اصطلاح خلاف قانون فعالیت هایی کردن، به اصطلاح جنگ های پلیسی، کارهای پلیسی، نمیدونم فلان، که در همه اینها کشتار هست، ظلم هست، ستم به دیگران هست. خب کم کم بچه‌ای که به اصطلاح اینها رو همیشه میبینه با اینها خو میگیره. استاد سلیمانی، تکرار یک مصیبت همیشه، تکرار یک چهره زشت همیشه باعث میشه که انسان با اون خو بگیره. خود ما اگر توجه کنیم در زندگیمون خیلی تأثیر گرفتیم، تأثیر منفی. حالا مثلا اگر قدیما ما تو راهی میرفتیم و میدیدیم که به اصطلاح یک ماشینی اومده و یک گنجشکی رو زیر گرفته، شاید اون روز نمیتونستیم غذا بخوریم، دلمون میسوخت برای این گنجشکی چطور رفته زیر لاستیک ماشین. الان ما سر سفره نشستیم، اخبار گوش میکنیم، اخبار رو روشن میکنیم و میبینیم که مثلا رژیم ظالم و ستمگر آخوندیزم ایران با بشار اسد بمب‌های خوشه‌ای میندازند روی مردم. ما تماشا میکنیم، میبینیم که ملت چطور تیکه پاره میشن، بچه‌ها چطور کشته میشن، زنها چطور تیکه پاره میشن و ما داریم غذامون رو میخوریم. از بس که این به اصطلاح صحنه‌های خشونت، صحنه‌های جنایت رو دیدیم، اینها برای ما خیلی عادی شده و باش خو گرفتیم. بچه هم همینطور، وقتی که اینها رو میگیره باش خو میگیره و انجام دادن و ارتکاب همچنین جنایت‌هایی بعضی وقتا براش به اصطلاح ابراز شخصیت میشه. میخواد که خودش رو در جامعه مطرح کنه، میخواد که همه رسانه ها به اون توجه کنن، میخواد که مشهور بشه، میخواد که نمیدونم نشون بده که به اصطلاح ماهیچه‌ای داره، واسه خودش هست، میاد به اصطلاح دست به جنایت میزنه، دست به آدمکشی میزنه. چرا؟ چون که تو فیلم اینطوری دیده بود، تو فیلم بارها دیده بود که قهرمان یعنی اون کسی که بتونه 10 نفر رو به اصطلاح تیرباران کنه، یه قهرمان کسی که بتونه به دیگران به اصطلاح ظلم بگه، که قهرمان کسی که بتونه دزدی کنه، کسی که مکار و حیله‌گر باشه. این رو از بس دیده بود در فیلم ها، میخواسته که به اصطلاح میخواد که در زندگیش به اصطلاح این رو به نمایش بگذاره. مهمترین نقطه ای که به اصطلاح باعث میشه که به اصطلاح این خشونت در بچه‌ها به وجود میاره که اینه که فقدان امنیت از بچه سلب میشه. بچه همیشه در یک به اصطلاح در یک ترس، در یک وحشت، در یک بدبینی به دیگران به سر میبره. وقتی که بچه همچنین حالتی پیدا کرد، دیگه الان نمیتونه یه عنصر مفید باشه برای جامعه. همیشه به جامعه کجبین هست، همیشه جامعه رو در ستیز با خودش میبینه، همیشه احساس میکنه که باید از این جامعه انتقام بگیره و این خشونت ها باعث میشه که اگر این بچه مثلا در یک محیطی هست، یه پدر بسیار سختگیر، مادر سختگیر، خانواده سختگیر هست، این بچه نمیتونه اون بار منفی خشونتی که به دست به توش جمع شده اون رو بزنه، بشکنه، این رو بزنه، اون رو بزنه، نمیتونه این رو خالی کنه. اینه که در خودش فرو میره، یک نوع انطوایی میشه. بعد چه کار میکنه؟ خب این خشونتی که درش هست اینها رو به صورتهای غیر مستقیم بروز میده، با یه بیماری دچار یه بیماری هایی میشه. میبینیم که مثلا گوشه‌گیر هست، همیشه دلهره داره، همیشه استرس داره، یا میبینیم که مثلا انگشتش رو میخوره یا دندوناش رو میخوره، یا میبینیم که مثلا شب خیس میکنه، یا
نمیدونم وقتی عصبانی میشه یا موهاشو میکشه، سرشو میزنه به دیوار، داد و فریاد میکنه. این همین به اصطلاح انعکاس این خشونت هایی هست که در برنامه ها دیده میبینیم. بچه بدون هیچ سببی اشتها نداره، نمیتونه غذا بخوره، همه به اصطلاح روز به روز ضعیفتر میشه. همون انعکاس اون خشونت هایی هست که به اصطلاح از بارهای منفی که از این کارتون ها گرفته. اینی که ما ببینیم یه بچه‌ای به اصطلاح این برنامه ها رو دیده و بعد از دیدن این برنامه برادراشو میزنه، خواهراشو میزنه، اینو بشکنه اونشو بشکنه، این بهترین وضعش هست. این وضعی هست که به اصطلاح حداقل اون به اصطلاح بار منفی گرفته، اون گوبرداری گرفته، اون رو بروز میده و این قابل تدارک هست، میشه به اصطلاح باش کنار اومد. اما در زمینه‌های دیگه که باعث میشه که روی خود بچه فشار بیاد، روی شخصیت بچه فشار بیاد، بچه دیگرگون بشه، خرد بشه، دچار بیماری‌های روحی روانی بشه، اینا همه به اصطلاح از جمله برخی از آسیب‌هایی هست که از فیلم‌ها و برنامه‌هایی که توش خشونت هست به اصطلاح به بچه‌ها وارد میشه متاسفانه. جناب دکتر، تاثیر تلویزیون و رسانه رو بر روند تحصیل فرزندانمون چطور می‌بینید؟ در کودکان علل خصوص در سالهای اولیه درسشون خب هنوز هم عادت دارن به اون فضای قبل از درس و سرگرمن. آیا شما نقش مثبتی رو میتونید متصور بشید برای تلویزیون در پیشبرد اهداف تحصیلی فرزندان، یا نه اون هم مثل همین بررسی میکنید اون؟ تلویزیون میتونست یک معلم خوب باشه، میتونست یک مدرسه باشه، همینطور که مثلا برای بزرگسالان تلویزیون وصال حق شده یه مدرسه، یک جامعه، یک دانشگاه. میتونن خیلی چیزا یاد بگیرن و با چه عشق و علاقه ای دنبال هستن. یه روز که به اصطلاح نظام میزنه وصال حق رو به اصطلاح تشویش میندازه و به اصطلاح پارازیت میندازه، میبینیم که مردم چقدر دنبالشون هستن، مثل تشنه‌ای که دنبال آب هست. همین نقش رو میتونست تلویزیون درست برای کودکان ایفا کنه، میتونست یک مدرسه خوب باشه. اما متاسفانه کسی روی این قسمت هزینه نکرده، روی این به اصطلاح هزینه نشده و نتیجهش هم اینه که ما میبینیم بچه‌های ما تأثیرات منفی میبینن. اینه که به اصطلاح میبینیم که این نیروهای منفی، این توانایی‌های منفی رو که بچه‌ها ما از تلویزیون میگیرن، این رو تو مدرسه خالی میکنن روی هم دیگه. میبینیم که جنگ و گلاویز شدن و رامبو بازی و نمیدونم سوپرمن بازی و به سر و صورت هم دیگر زدن و الگو برداری های منفی، همیشه حواس پرت بودن بچه‌های ما، خشونت داشتن یا به اصطلاح غرایز جنسیشون که تحریک شده. همیشه دیگه وقتی که به اصطلاح بچه ما حرفش حرف دوست دختر و دوست پسر باشه، دیگه الان روند تحصیلی رو میخواد چه باشه؟ بچه دیگه الان به فکر تحصیل نخواهد بود. وقتی که به اصطلاح انعکاس پوشش و بدحجابی که روی برنامه‌ها هست تو لباس بچه‌های ما ظاهر بشه، خب اینه که دیگه چشمه ها به جای این که دنبال کتاب باشه، دنبال مفاتن همدیگه است. این دیگه اون جامعه یک جامعه مضطرب، یک جامعه به اصطلاح انحلال اخلاقی. وقتی که جامعه دنبال مسائل پوچ شد، دیگه از هدفهای بزرگ، از برنامه‌های بزرگ، از جامعه سازی، از خودسازی دیگه غافل میشه. اینه که ما میبینیم روند تحصیلی روز به روز افت پیدا میکنه. متاسفانه هیچ به اصطلاح اداره، هیچ نمیدونم وزارت، هیچ کسی نیست که این درد رو احساس کنه. متاسفانه همه یه بازی به اصطلاح سیاستمداران، قدرتمداران ما بازی سیاسی شده. کسی به فکر جامعه نیست، کسی به فکر آینده نیست، به فکر بچه‌ها نیستن. این مسائل واقعا مسائل حادی هست که نیاز هست روش به اصطلاح بحث بشه. نیاز هست که به اصطلاح تو کشورهایی که آینده کشورها هستن این کودکان، روی اینها اگه کار بشه و یک تلویزیون خوب به عنوان یک مدرسه خوب جامعه داده باشه، بدون شک بچه‌های ما میتونن از اون خیلی چیزها یاد بگیرن. حالا جناب دکتر، در پایان اگر بخوایم بحث با شما جمع آوری بکنیم تا به یک نتیجه جمع‌تری به هر کلی‌تری رسیده باشیم،
الان وظیفه خانواده های ما چیه؟ در غیاب یک تلویزیون موفق که بتونه اون اهداف به هر حال دینی که ما داریم در تربیتمون، اهداف بالایی رو که ما داریم برآورده بکنه، و در غیاب بعضی از حتی نشریه ها و کتاب هایی که بتونه در بخش کودکان به ما کمک بکنه. حالا فعلا تا اینکه ما ان شاءالله به اون مرحله برسیم و تلاش باید بکنیم، یک قدم که حتما باید همه عزیزانی که میتونن کمک بکنن در این راه، بعد وظیفه اونها هست ما و همه عزیزانی که توانایی دارن، هر کسی در مجال خودش این تلاش رو بکنه. اما فعلا خانواده ها رو الان شما اگه بخواید بحث جامع آوری بکنید به خاطر محفوظ ماندن کودکان ما از اثرات منفی که بخشیش رو من و شما اشاره کردیم بهش در تربیت فرزندانمون، به خاطر محفوظ ماندن فرزندان از این اثرات منفی، خانواده های ما شما اگه بخواید لیست بکنید 1 2 3 4 چه اولویت‌هایی رو مد نظر قرار بدن، چگونه بتونن فضا رو این مقداری حداقل کنترل بکنن، در کنار این که به هر حال باز خدای نکرده طوری نشه که ما همونجوری که شما فرمودید ما با برخوردهای تند و جلوگیری از فرزندانمون اونها رو بیشتر تحریک بکنیم که برن جای دیگری و باز مشکل رو بیشتر کرده باشیم. چه کار باید بکنه یک خانواده؟ الان یک خانواده به صورت مختصر اگه بخوایم از شما بپرسیم چه قدم‌هایی رو بردارن برای محفوظ ماندن از این تاثیرات منفی؟ اول نیاز هست که ما احساس درد بکنیم. اینی که ما به اصطلاح به بعضی از مسائل اینجا اشاره کردیم، خشونت و نمیدونم الگو برداری نادرست و انحرافات اخلاقی و اینها جای خودش، اما یادمون نره که ما در یک به اصطلاح در مواجهه با یک غزو فرهنگی بسیار بسیار خطرناک واقع هستیم. الان ما با یک کودکانی روبرو خواهیم شد و هستیم که کلاً مسخ شدن، هویتشون رو از دست دادن. این چیزیه که هیچی که از خانواده ها نمیخواد. هر چقدر حتی اگر خانواده منحرف باشه این براش قابل تحمل نیست که ببینه مثلا بچه‌شی که بچه‌ی به اصطلاح معلول اخلاقی است، بچه‌ای هست که از نظر روحی رفتاری روانی مشکل داره، یک بچه‌ای هست که حد و مرزی براش وجود نداره، حلال و حرامی نمیشناسه، هیچ گونه ارزش‌های اسلامی دینی براش اهمیت نداره، اخلاق اجتماعی درستی نداره، خدا رو نشناخته. این یکی از معضله‌هایی که به اصطلاح این برنامه‌های کودکان دارن اینه که ما میایم به اصطلاح روزانه به بچه‌مون میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت فقط از آن خداست و استعانت از آن خداست، و میبینیم در غیر این که به اصطلاح کسی تو برنامه تو چی میاد به جادوگر رو نمیدونم به این مسائل به اصطلاح خرافاتی که وجود نداره، خیالات، به اینها دل میبنده، امیدش فقط به قدرت‌های خارق‌العاده هست. این رو ما خیلی میبینیم، اهانت به دین و اهانت به مقدسات، اهانت به اینا در به اصطلاح کارتون هایی که به اصطلاح بچه‌ها مشاهده میکنن خیلی واضح هست. چیزایی هست که مستقیما به خورد اونها داده میشه، چیزهایی که غیر مستقیم داده. وقتی که ما میایم این درد رو احساس میکنیم، احساس درد اولین نقطه علاج هست. وقتی که ما احساس کردیم یه بیماری هست، الان میایم برنامه ریزی میکنیم. اینی که ما بیشتر به بچه‌مون یاد بدیم که خودش خلاقیت داشته باشه، خودش باشه. اگر بچه خوشش نمیاد یک به اصطلاح 24 ساعت کنار تلویزیون بشه، وقتی که فعالیت‌های دیگری نداشت اومد جای تلویزیون، وقتی که نشست عادت کرد، معتاد شد. این یه اعتیاد هست. حالا ما بیاییم بچه رو به اصطلاح به فعالیت‌های فرهنگی، به فعالیت‌های ورزشی، به فعالیت‌های سازنده بکشیمش، به اصطلاح در محیط آموزشی، کار و اینها. اینطور بچه به اصطلاح یک نوع سرگرمی‌های دیگه‌ای در کنار تلویزیون پیدا می‌کنه. بعد از اون اگر 1 ساعت 2 ساعتی در هفته در روز تلویزیون تماشا کرد، زیاد به اصطلاح خطری متوجه اون نیست و ما هم در کنارش هستیم، رشدش دادیم، از نظر آگاهی و انتقاد کردن توش این به اصطلاح قدرت رو، این خلاقیت رو به وجود آوردیم، بعد به اصطلاح خطر کمتر میشه. در این حال یک نوع حرکت هایی انجام بدیم در خود محیط خانواده. مثلا تلویزیون باشه توی به اصطلاح حال،
جلوی چشم همه، نباشه مثلا تو اتاق خواب بچه یا تو یک به اصطلاح مکان پرتی، بلکه در جلوی همه باشه، همه ببینن که چی روی صفحه تلویزیون هست، تا مثلا بچه نره به اصطلاح دنبال یک کانال های مستهجن. و سعی کنیم که این کانال های مستهجن رو اصلا کلا از صفحه تلویزیونمون، از ریموتمون حذف کنیم تا به اصطلاح خطر کمتر باشه. و سعی کنیم بچه رو به اصطلاح این حس رو درش به وجود بیاریم که از وقتش همیشه استفاده کنه، همیشه در پی آموختن باشه، همیشه از چیزی که مشاهده میکنه درس‌هایی بگیره و برنامه‌های مفیدی رو به اصطلاح یاد بگیره و یک نوع خلاقیت، یک نوع به اصطلاح واقع شناسایی در بچه به وجود بیاد. بچه فرق قائل بشه بین به اصطلاح خیال و واقعیت ها. خیلی زیباست که الان مثلا خیلی از فیلم هایی که درست میشه پشت صحنه فیلم رو هم نشون میدن که چطور یه فیلم برنامه ریزی میشه، چطور ساخته میشه فلان. وقتی که ما مثلا در یک فیلم میبینیم که مثلا یه طرف پهلوانی هست و مثلا همچین کارایی انجام میده، وقتی که پشت صحنهش رو میبینیم و میبینیم که این همش دروغ هست، همش یک به اصطلاح صحنه خیالی است که به تصویر کشیده شده، این باعث میشه که بچه زیاد گول نخوره، زیاد خیال پرداز نشه. همه اینها اگر ما روش به اصطلاح بها بذاریم و بیشترین موردی که به اصطلاح خانواده‌ها متاسفانه ازش غافل هستند اینه که با بچه‌هامون زیاد بشینیم، جلسات به اصطلاح نشست‌های خانوادگیمون بیشتر باشه. در نشست‌های خانوادگی دیگه موبایل دستمون نباشه، تلویزیون روشن نباشه، با هم بگیم بخندیم. وقتی که پدر مادرها، خواهر برادرها با هم همچنین جوی رو به وجود بیارن، دیگه الان این لطافت و زیبایی یک جلسه خانوادگی و شیرینی که درش هست، این رو نمیشه با هیچ به اصطلاح تلویزیونی یا با هیچ برنامه یا با هیچ فیلمی پر کرد. این میشه که به اصطلاح خانواده هم بستگیش بیشتر میشه، محبت و عاطفه در بینشون پر رونق‌تر میشه و خطراتی که به اصطلاح بچه‌ها رو تهدید میکنه کمرنگ و کمرنگتر خواهد شد. خیلی ممنونم جناب دکتر، استفاده کردیم از فرمایشات گوهربار شما. انشاءالله که بینندگان عزیزم حتما مستفید شدن از توصیه‌ها و راهنمایی‌های شما و انشاءالله که روزی بیاد و ما بتونیم که در عرصه کنترل کودکان خودمون در مجال تربیت و در مجال رسانه به اون مکانی که باید برسیم رسیده باشیم و انشاءالله که شما بینندگان عزیز و ما و همه جامعه ما تلاش بیشتری خواهیم کرد در راه اصلاح آینده سازان خودمون و تأثیراتشون و جا داره که انشاءالله حداقل از این برنامه با یک فکر جدید خارج شده باشیم. اگر ما بتونیم حداقل همین قدم تونسته باشیم از این برنامه این احساس رو در وجود خودمون آورده باشیم که باید نسبت به آنچه که کودکان و نونهالان ما میبینن بیشتر دقت بکنیم، بیشتر توجه بکنیم و به این غذای فکری و تغذیه روحی اونها بیشتر بها بدیم که چی میبینن و این از کجا تهیه میشه، چه هدفی برای تولید این فیلم بوده و چه تأثیراتی خواهد گذاشت بر فرزند ما و کنترل بکنیم. و به خاطر اینکه ما در فضای داخل خونه خودمون از دست شوخی ها و از دست بار مسئولیتی که باید اون رو انجام بدیم فرار بکنیم، به جای فرار از این بار مسئولیت تربیتی به جای این کارها مجبور نکنیم فرزندانمون رو پای تلویزیون بشینن یا اینکه اونها رو ما در همچین منجلاب خودمون با دست خودمون مبتلا نکنیم به تماشای فیلم هایی که روح و روان و اخلاق و عقیده اونها رو دگرگون خواهد کرد و هرچند که ما احساس نکنیم تأثیر اینها چنان تأثیر مخفی و پوشیده ای هست که ما هرگز شاید فکرش هم نمی کنیم که فلان اخلاق، فلان رفتار و فلان برخورد، فلان بی‌ادبی از فرزند ما سرمنشأش همین کارتون هایی بوده که ما فکر میکردیم که فقط یک سرگرمی هست و چند لحظه از وقتمون رو پر میکنه و ما رو هم فارغ بال میکنه تا به کارمون در فضای خونه بیشتر برسیم و انشاءالله که بیشتر نسبت به این موضوع دقت بکنیم و بازی های کامپیوتری که هستن و
برای هر آن چیزی که ارتباط داره با یک صفحه مانیتور و آنچه که مشاهده میشه اینها رو بیشتر دقت بکنیم که کودکان ما اینها رو در تصویرشون دوربین چشمشون روشنه و هر آن چیزی رو که میبینن در ذهن خودشون به خاطر میسپارن. ان شاء الله که در این برنامه از این برنامه به بعد من و شما و همه کسانی که در جمع ما هستن این توجه بیشتر رو خواهیم داشت. جناب دکتر من تشکر میکنم از طرف خودم و به نمایندگی از همه عزیزانی که بیننده ما هستن از حضور شما در این برنامه و در پایان صحبت پایانی شما رو با عزیزان بیننده خواهیم داشت. بنده از اینکه تا این لحظه بینندگان با ما همراه بودند کمال سپاس و تشکر رو دارم و از اینی که شما این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید هم بسیار سپاسگزار هم و امیدوارم که انشاءالله ما بتونیم در آتی برنامه‌های بسیار بهتری و شیواتری در تربیت فرزندامون بسیار داشته باشیم و اگه ما همه با هم دست در دست هم بذاریم و بچه‌هامون رو با الگوهایی که در تاریخ داریم، بچه‌هامون رو با شخصیت و هویت خودمون آشنا کنیم، دیگه انشالله خطری بچه‌هامون رو آیندهمون رو تهدید نخواهد کرد. در پناه الله باشید. الله یار و نگهدار شما. از همه شما میرندگان عزیزم تشکر میکنم به خاطر همراهی برنامه خودتون. در برنامه بعد بیاری الله متعال اگر لقا و بقا مقدر بود انشاءالله به همراه شما عزیزان این موضوع را ادامه خواهیم داد در یک مرحله سنی دیگر. تأثیر رسانه بر حال بزرگترها و رسانه هایی که در دور بر ما هستند، تأثیر رسانه ها رو انشاءالله با شما صحبت خواهیم کرد و شاید مجبور بشیم بعضی رسانه ها رو ذکر نام هم داشته باشیم و تأثیراتی که در جامعه ما دارن، علل خصوص اون رسانه هایی که به زبان فارسی فعالیت میکنن و در حال خانواده های ما، خیلی از خانواده های ما درخواستشون این بوده که در این مجال صحبت هایی بشه و انشاءالله در برنامه بعدی به همراه شما عزیزان در تأثیر رسانه ها همچنان موضوع رو ادامه خواهیم داد در بخش بزرگسالان و رسانه های متفاوتی که هستند. در پایان از الله متعال خواهانیم که تمام گذشتگان ما رو مورد رحمت، بخشش و مغفرت خودش قرار بده و از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید نهایت سپاس رو داریم و همچنین سپاس بی پایان از الله متعال به خاطر که این فرصت رو در اختیار ما گذاشت و بعد از اون از عزیزان اتاق کنترل که این فرصت رو مهیا کردن تا ما و شما عزیزان در یکی دیگر از این برنامه‌ها کنار هم جمع بشیم. تا برنامه بعدی همه شما خوبان رو بیاری به الله متعال می سپارم و الله یار و نگهدار شما.